خب جلسه اولو شروع می‌کنیم. توی این جلسه خب اینجا در واقع اومدم گفتم که آقا ما قراره چه کار بکنیم. الان بحث اینتروداکشن رو به عنوان یکم بد شد، بحث اینتروداکشن رو به عنوان جلسه اول اینجا آوردم که خودش شامل این قسمت‌ها میشه. اول راجع به وکابورد و کامپلکسیتی و مدیریتش و در واقع نوع نگاهمون و اینکه دامین دریون دیزاین هست و این موارد صحبت خواهیم کرد و مطالبی که در جلسات آینده راجعش صحبت می‌کنیم حالا طبق همون اوورویویی که اول دیدیم یه همچین چیزایی اند دومین اکسپلور، دومین لنگویج، ساب دامینز و نالج کرانچینگ و بقیه موارد که حالا بعضی از اینها امکان داره با هم ترکیب شن، بعضی چیزا امکان داره به اینا اضافه بشه. به ترتیب هر جلسه‌ای که می‌بینیم جلو خب یک سری از اینها رو صحبت می‌کنیم و یه همچین صفحه‌ای رو دوباره سعی می‌کنیم آماده کنیم. دوستان توی این جلسه اول توضیح دادم ما اصلا سراغ کد نمیریم، سراغ پیاده‌سازی نمیریم، اینتروداکشن می‌خوایم بفهمیم داستان چی بوده. خب این تصویری که می‌بینید ربطی به دامین دریون دیزاین نداره، ربطی به دامین دریون دیزاین نداره. داستان چیه؟ ما می‌خوایم راجع به مفهوم وکابورد صحبت کنیم. وکابورد مخفف 4 تا کلمه است که volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. این خب حرف اول هر 4 تا کلمه رو اینجا ما در نظر بگیریم همون وکابورد میشه. این سال 1980 توسط ارتش آمریکا مطرح شده و در مورد جنگ سرد بوده. این اصلا ربطی هم به جنگ سرد نداره. ما همکاری به در واقع ارتش آمریکا نداریم. در واقع مثلا اینه که 10 سال بعد سال 1990 از این کلمه وکابورد توی بیزینس ها استفاده شد. من توی کسب و کارها گفتن آقا ما هم با همچین جهانی روبرویم و من بیشتر در اون زمینه میخوام صحبت کنم که چرا کسب و کارها میگن ما با وکابورد در واقع روبرویم، که یه مقدار با چالشایی که کسب و کارها دارن آشنا بشیم که بعد ببینیم دامین دریون دیزاین قراره چجوری کمکمون کنه. ما طراحی مبتنی بر دامنه، خب دامنه همون پرابلم دامینه دیگه، همون منظور اون فضای مسئله است. مسئله ما که مسئله کسب و کاره، خب ما چجوری می‌خوایم اینو حلش کنیم، طراحی کنیم؟ می‌خوایم راجع به این موارد صحبت کنیم. وکابورد عرض کردم سال 1990 توی حوزه بیزینس به کار رفت و معمولا توی کتاب‌های مدیریت و در واقع استراتژی و رهبری و اینجور چیزا ازش استفاده میشه. توی کتاب‌های مهندسی نرم افزار، اصلا توی کتاب‌های حوزه اجایل و اینجور چیزا هم بازی اشاراتی به این در واقع وکابورد میشه. اما خب توی کتاب‌های دیگه مثل دامین دریون دیزاین و اینا خیلی مستقیم اشاره نمیشه، غیر مستقیم اشاره میشه، راجع به انواع پیچیدگی‌ای که داخل کسب و کارها وجود داره صحبت می‌کنن، سولوشن میدن و بقیه موارد. اوکی بریم جلو. دوستان اینجا یکم می‌خوایم راجع به این 4 تا مفهوم صحبت کنیم که ببینید این 4 تا مفهوم توی کسب و کارها به چه چیزایی اشاره دارن. خیلی هم خلاصه میگم، ما در واقع جزء رهبران کسب و کارها نمیدونم ما به عنوان مهندس نرم افزار وارد سازمان میشیم، اما بحثی که وجود داره ما باید مثل یک مدیر عامل فکر کنیم، حداقل باید تلاش کنیم مثل یک مدیر عامل فکر کنیم تا بتونیم مسئله رو از دید اونها ببینیم که بتونیم حلش کنیم. اگر این کارو نکنیم مسلماً دچار مشکلاتی میشه اون پیاده سازی که داریم. به هر حال ولاتیلیتی یا ناپایداری اشاره داره به تغییرات در تغییراتی که به یک دنیای ناپایدار داره اشاره میکنه. دقیقاً این سال 1990 توی کسب و کار این بحث انجام شد که تکنولوژی دائما در حال تغییره، بازارهای مالی دائما در حال تغییرن و ما نمیتونیم واکنش سریعی به اینا نشون بدیم. صحبت می‌کنم راجع بهش، مثالاشو میزنیم. دوستان من ویدیومو ببندم که شما تمرکز اصلیتون روی اسلایدها باشه، حالا هر جایی لازم بود من ویدیو رو مجدد آن میکنم. بحث بعدی بحث خب همین بحث ولاتیلیتی رو من یکم توضیح بدم. عرض کردم اشاره داره به تغییرات سریعی که توی بازارهای مالی، تکنولوژی و یک سری از این جور چیزا داره اتفاق میفته که بیزینس ها رو ناپایدار میکنه، یه چالش ناپایداری براشون به وجود میاره. چرا همچین حرفی میزنن؟ من مثال میزنم، مثلا توی من مثالای ایرانیشو میزنم که حالا تا اون قدری که میتونم بفهمم که حالا امیدوارم حرف اشتباهی نزنم، شما کمکم کنید اگر جایی به نظرتون اشتباه بود. ما توی میتی که داشتیم خب دوستان نظر میدادن، خیلی هم خوب بود، شما هم بنویسید لطفا. اما این ناپایداری برای مثال قیمت دلار تو ایران میتونه خیلی از کسب و کارها رو که وابستن به قیمت دلار دچار چالش کنه. اگر یهو این قیمت بره بالا امکان داره این کسب و کارها، حالا میریم جلو میبینیم که چه جوری میتونن چه استراتژی برای حل این چالش دارن، برای مواجهه با این چالش دارن. یا برای مثال بحث تکنولوژی، مثلا من اینجا حالا قیمت دلار رو عرض کردم، ولی مثلا بحث AI یا بحث چت جی پی تی، خب این چت جی پی تی اومد و اکثر بیزینس هایی که به شکل سنتی داشتن، حالا ما میگم سنتی، بعد از ظهور چت جی پی تی اینا شدن سنتی، قبلش خیلی هم مدرن بودن. این کسب و کارها دچار چالش شدن، رقبایی براشون اومد که
همگام با تکنولوژی بود، از چت جی پی تی استفاده میکنن و خب خیلی هاشون دارن در واقع بهتر عمل میکنن. پس این ولاتیلیتی اشاره داره به همچین موضوعاتی که خب حالا ما میریم جلو و در موردش صحبت میکنیم. پس ما میخوایم شما فکر کنید چه استراتژی هست برای مواجهه با این چالش ها توی کسب و کاری که مشغول به کاری، توی اون شرکتی که مشغول به کاری. فکر کنید ببینید که اون شرکت داره چه کار میکنه و این چالش ها چه چالش های دیگه وجود داره که اون شرکت باهاش در ارتباطه. uncertainty یا عدم قطعیت اشاره داره به در واقع اصطلاحاً عدم توانایی پیش بینی آینده، یه همچین چیزی. دلیلش هم کمبود اطلاعات. به دلیل اینکه یک شرکتی اطلاعات کمی داره نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه، اطلاعات کم در موردش، در مورد هر چیزی یک عدم قطعیتی وجود داره. برای مثال فیلترینگ، ما تو ایرانیم، مثال ایرانی بزنیم. فیلترینگ یک چیزیه که دچار عدم قطعیت میکنه بیزینس‌ها رو. امکان داره یک سرویسی که هر روز داشتن استفاده می‌کردن شب میخوان صبح میشن، مثلا دولت میگه این فیلتر، حالا دولت یا هر کسی هست کاری نداریم، فیلترش میکنن، اینا از فردا دچار مشکل میشن و یک چالش اساسیه براشون. یا بحث تحریما، اون برای دنیا یه چیزی یا تصمیم میگیرن تحریم کنن و یک کسب و کاری این برای دنیا دچار مشکل میشه. یا مثلا بحث‌های دیگه، مثلا بحث FATF رو در نظر بگیرید، چقدر در واقع توی بحث بیزینس‌های مختلف به شکلی الان مستقیم و غیر مستقیم با اینا در ارتباط بود و اصلا هیچ کسی نمیتونه بفهمه این قرار انجام بشه انجام نشه، تایید کنن و خب یه عدم قطعیت به وجود میاره. بحث کامپلکسیتی، حالا این شکل عجیبیه، احتمالاً می‌خواسته وجود عوامل متعدد رو، وجود متغیرهای متعدد رو و ارتباطاتشون رو ترسیم کنه، فکر می‌کنن. به صورت کلی بحث کامپلکسیتی اشاره داره به در واقع فضایی که کسب و کارها متغیرها و عوامل بیرونی زیادی هست که از قضا اکثرا هم با هم در ارتباطن و هر کدومشون میتونه تاثیر بذاره روی یه دونه دیگه و به این شکل کسب و کارها میتونن اذیت بشن. برای در واقع چالشیه. مثال میزنم، مثلا آب و هوا یک وضعیت آب و هوا. فرض کنید یه شرکتی مثلا یه در حوزه SCM یا زنجیره تامین داره حالا یه محموله رو از یه کشوری برمی‌داره میاره ایران، اینجا داخل یه سری انبارا نگهداری کنه، حالا از گمرک بره انبار، اینا رو پخششون. اگه هوا خیلی سرد بشه، جاده یخبندون بشن، اصلا امکان داره این به موقع نرسه. یه چالش اساسیه. یا نمیدونم چه مثالی بزنم. مثلا تو حوزه کریپتوکارنسی حساب الان یه سری بیزینس‌ها تو ایران هستن دارن کار میکنن دیگه، اکسچنج هم بلدن، نمیدونم یه کارایی دارن میکنن. امکان داره صبح دولت یه بیانیه‌ای بده و یه جرم انگاری کنه یک سری از فعالیت داخل این حوزه ها رو و اینا کلا کسب و کارشون دچار مشکل بشه. در واقع حالا میریم صحبت می‌کنیم اینا اصلا چه ربطی ما داریم اینا رو بررسی می‌کنیم. ما باید با اینا آشنا باشیم و باید بدونیم که سازمان‌ها هم استراتژی‌هایی دارن برای مواجهه با این در واقع چالش‌ها و ما چجوری میتونیم کمک کنیم. میریم جلوتر بررسی می‌کنیم اصلا نقش ما چیه، چه ربطی به دامین دریون دیزاین داره، میریم بررسی می‌کنیم. و آخرین مورد بحث امبیگویتی یا ابهامه. اگر دقت کنید در مواجهه با ابهام شما توی یک شرایطی قرار می‌گیرید که نمیتونید متوجه بشید که در واقع مسائلی که چند معنایی دارن یا تفسیرشون سخته، نمیتونید به درستی تفسیر کنید که الان باید از کدوم مسیر برید. برای مثال دوباره همین بحث کریپتو رو مثال میزنم. یک قانونی میذارن یا مثلا بحث حالا شرکت‌های خارجی هم از این بحثا دارن دیگه، یا مثلا ترامپ یه تحریمی رو اضافه میکرد به تحریم‌های ایران، یا میگفت آقا از این به بعد این تحریمه در واقع دیگه نیست، دولت بایدن اومد سری تحریم‌ها رو مثلا به خیال خودش برداشت. یه بیانیه‌ای داد اون وزارت خزانه‌داری که شرکت‌ها 2 سال 3 سال هنوز نفهمیدن که آقا ما باید این سرویس رو به ایران بدیم یا ندیم و دچار ابهامن، نمیتونن به درستی تفسیرش کنن که آیا این سرویس هم جزء اون در واقع حالا موارد هست یا نه. تو ایران هم هست دیگه، همین کریپتوکارنسی و جرم‌انگاری و خیلی چیزای دیگه توی همین حوزه میگنجه. به هر حال ما بگذاریم. خب کسب و کارها باید یه استراتژیایی داشته باشن دیگه برای این کارها. برای بحث ولاتیلیتی یا ناپایداری اومدن گفتن ما باید در واقع بهترین راهکاری پیدا کردن انعطاف پذیری و تطبیق پذیری، فلکسیبیلیتی اند ادپتیبیلیتی، که به واسطه در واقع این انعطاف پذیریه به سازمان توانایی رو میده که بتونن واکنش سریعی داشته باشن حالا در مقابل هر گونه تغییری که
تو بازارهای مالی و فناوری و اینجور چیزا به وجود میاد. خب حالا باید ساختار سازمانشون رو به یه شکلی بچینن، باید فرآیندها، به این راجع به کل این حوزه راجع به فرآیندها و ساختار داره صحبت میکنه که آقا ساختار و فرآیند سازمان باید به گونه‌ای باشه که بتونن انعطاف پذیر باشن. بحث uncertainty بحث دیتا آنالیزه. خب این عدم قطعیت معمولا توی سازمان‌ها فکر می‌کنم حالا وظیفه واحد بیزینس آنالیز یه همچین چیزی باشه که بیاد این دیتا هایی که وجود داره حساب کنین. بحثمون سال 1990 الان خب خیلی حجم دیتای خیلی زیادی هست که اینها باید آنالیز بشه که بتونن سورپرایز نشن و در واقع اون عدم قطعیت و اینها از بین بره یا حداقل کاهش پیدا کنه. حالا از بین بره که اشتباه، کاهش پیدا کنه. و بحث بعدی بحث کامپلکسیتیه که اشاره داره به کامپلکسیتی. یکم بولدش کردم چون ما با این قسمت کار داریم. با این قسمت در واقع قراره حالا بریم انواع کامپلکسیتی رو بررسی کنیم. چرا؟ چون دامین دریون دیزاین چی بود؟ tackling complexity in the heart of software. tackling complexity، حمله به پیچیدگی. این پیچیدگی‌ها رو ما باش کار داریم. شاید بقیه‌اش کمتر به ما ربط داشته باشه. اما خب راه حلش رو فعلا گفته collaboration and networking، به این معنا که در واقع همکاری‌های بین سازمانی و حتی درون سازمانی باید زیاد بشه. باید به کمک این همکاری‌ها کامپلکسیتی چی بود؟ اون در واقع عوامل متعددی بودن که اینها گاهن با هم دیگه هم ارتباط داشتن و امکان داشت هر کدومشون تاثیر بذاره توی عملکرد اینا. پیچیدگی به وجود، هر چی متغیرها تعدادشون بره بالا کار پیچیده تر میشه. خب به هر حال اینها دانشایی که باید مدیران سازمان‌ها و کسب و کارها داشته باشن. ما صرفا می‌خوایم فقط با یه بخشی از این مشکلات آشنا بشیم، با بخشی از این پیچیدگی‌ها که بدونیم اون نرم افزاری که داریم طراحی می‌کنیم. آخری هم بگم امبیگویتی یا که استراتژیش حالا با ترانسپرنسی و کامیونیکیشن در واقع استراتژی که باید پیش بگیرن برای بحث چند معنایی و ابهام و اینجور چیزا که با یه همچین آیکونی بود که ما نمی‌دونیم بالاخره کدوم باید بریم. خب باید در واقع فرآیندها رو، این فرآیندایی که اینجا وجود داره، اینها باید بهبود داده بشه تا بحث امبیگویتی در واقع یه جوری بتونن باش مقابله کنن. هر چی شفافیت در سازمان بیشتر بشه باعث کاهش ابهام میشه. اینکه یه واحدی یه چیزی میگه، یه واحد دیگه یه برداشت دیگه میکنه. حالا در خصوص امبیگویتی هم دامین دریون دیزاین حرفایی داره، میریم جلو بررسی میکنیم. اما خب اینا داستان بیزینس ها بود، داستان کسب و کارها بود. ما چه کار به این داستان داریم؟ ما صرفا فقط می‌خوایم آشنا بشیم با اینها. خیلی خب تو کتاب‌های مدیریت و در واقع کسب و کار و اینجور چیزا از این حرفا زیاده و کلی چیزای دیگه هم اینجا اضافه می‌کنیم. حالا ما مفهوم وکابورد رو اینجا صحبت کردیم که مخففی بود از این 4 تا کلمه‌ای که عرض کردم. اما حالا ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ کلا بحث ما از اینجا شروع میشه. بحث دامین دریون دیزاین. آقای اریک ایونز سال 2003 از این عبارت استفاده کرد. اینجا یه تصویری گذاشته که حالا احتمالاً منظورش پیچیدگی بوده و این بالا هم نوشته tackling complexity، حمله پیچیدگی. این کتابو خب میتونید برید پیدا کنید و بخونید. در واقع اولین صحبتایی که راجع به دامین دریون دیزاین مطرح شد اینجا بود. همونطور که می‌بینید نوشته DDD is a software development philosophy emphasizing the importance of understanding and modeling the business domain. حالا شاید خودتون بخونید بهتره. اما بحث چیه؟ بحث اینه که میگه دامین دریون دیزاین یک فلسفه توسعه نرم افزاره که تأکید داره بر اهمیت درک درست حالا اون بیزینس دامینمون. اینجا ما خیلی بحث داریم که ببینیم آقا این دقت کنید نوشته فلسفه است. خب یه فلسفه است که داره تأکید میکنه به درک بیزینس دومین. خب حالا چیزای دیگه هم داره میگه. به این کلمات دقت کنید. حرفی از C# و ASP.NET و گولنگ و PHP، حالا گولنگ که خب جدیده، حرفی از اینا زده؟ نه. حرفی از در واقع معماری مثلا نرم افزار زده؟ نه. داره میگه تاکید کنه در واقع یک فلسفه فکریه، یک روش فکر کردنه. حالا میریم جلو میبینیم این یکی چی میگه. در واقع میگه it is a strategy aimed at improving the quality of software but by aligning more closely with the business needs it serves. در واقع داره میگه که یک استراتژی با هدف بهبود کیفیت نرم افزار با حالا تراز کردنش یا نمیدونم با نیازهای بیزینس. خب نیازهای بیزینس در واقع یک استراتژیه. خب پس دامین دریون دیزاین خیلی بحث اینفراستراکچر نیست، خیلی بحث فنی و تکنیکال نیست، اینکه چه زبان برنامه‌نویسی استفاده کنیم نیست. بعد بحثش اینه که آقا یک مسئله‌ای وجود داره، ما باید این مسئله رو خوردش کنیم و بریم سراغ در واقع حل کردن این. ببخشید من
دست دادم به اینجا. ما خیلی کاری با حواشی نداریم. ما باید اون مسئله حواشی یعنی چی؟ یعنی همین بحثایی مثل داخل دامین دیرون دیزاین، بحثایی مثل زیرساختمون و نمیدونم زبان برنامه‌نویسی و معماری و اینها توی این لایه برای ما حواشی هستن. مسئله اصلی تمرکز ما روی بیزنس نید اینجا قرار داره و این چیه؟ بیزنس نید اینجا قرار داره و همچنین خب حالا صحبت می‌کنیم دوباره. در واقع ما اینجا بحثی که داریم بحث شیوه رفتار ماست که باید وقتی ما میگیم داریم دامین دیرون دیزاین کار میکنیم ما باید به دنبال بیشتر از اینکه بحث‌های فنی بکنیم توی اون لایه، باید دنبال این باشیم که ببینیم با پرسشگریمون با کنجکاویامون ببینیم که نیازهای اصلی بیزینس چیه. دقیقاً من میگم نیاز، سلیقه فردی که داره به ما میگه گاهن حالا این فرد بستگی داره که باشه، ولی سلیقه خیلی نمیتونه نیاز تعبیر بشه. ما باید ببینیم ریشه مسئله چیه. داریم راجع به درک در واقع اون بیزینس دامین حرف میزنیم. در نتیجه ما باید وقتی از دامین دیرون دیزاین صحبت میشه ما باید روی ارتباطاتمون کار کنیم که بتونیم در واقع پرسشگری کنیم. خب همینجوری هم که پرسشگری کنیم که شاید کسی خیلی جوابتو نده، پس ما باید ببینیم چه راهکاره، یا باشیم بریم توی جلسات خسته کننده و بد و جلساتی که یه نفر میاد شروع میکنه راه حل میده و مثلا راجع به نیاز حرف میزنه. دامین دیرون دیزاین داره راجع به اینا حرف میزنه، داره راجع به روش‌های نالج کرانچینگ حرف میزنه. میخوایم این موارد رو با هم دیگه مطرح کنیم و حقیقتا هم حالا چیزی نیست که بخوایم بگیم که شما به تنهایی میتونید بری بگی آقا من میخوام دامین دیرون دیزاین اینجا کار کنم. اون شرکت باید یک درکی از این موضوع داشته باشه و شما نمیتونید تنهایی این کارو کنید. شما در واقع تو یک فضایی قرار بگیری که همه آمادگی در واقع این فلسفه فکری رو درک کرده باشن و رویکردشون یه همچین رویکردی باشه، اپروچ دامین دیرون دیزاین باشه. حالا بریم جلوتر بیشتر توضیح میدم. یکم با اغراق البته اینو گفتم، ولی خب کاری نیست که شما تنهایی بتونید. مثلا بحث اجایل در نظر بگیرید. اجایل آیا شما به تنهایی میتونید بگید آقا من اجایلم، کاری به سازمان ندارم؟ نه، اجایل فرهنگه، سازمان باید پذیرا باشه این فرهنگو، وگرنه شما تنهایی اون وسط له میشید. خب در نتیجه حالا کلا دامین دیرون دیزاین موضوع مهمیه که بگذاریم از این اسلاید. بریم اینجا داستان اینه که خب یه جلسه خیلی هم خوبه، هم سرپاهای زدن چون که خیلی سریع گفته آقا ما یه همچین سیستمی می‌خوایم A بره به B و حالا این استعاره از یک مثال از یک فیچر در نظر بگیرید که به نظر میاد حالا اون شخصی که اینجا وایساده تحت عنوان حالا PM PO یا نمیدونم شاید مدیر عامل شرکته یا شاید یک شخصیت توی یک واحدی که یک نیازمندی رو از دید خودش داره مطرح میکنه که این نیازمندیه. خب کاری ندارم، خیلی وقتا اینجا سولوشن ارائه میشه، نیازمندی نیست. خب این پرابلمه یا سولوشنه. فرق این دوتا چیه؟ این که بگن ما یک صفحه‌ای می‌خوایم که مثلا لیست آگهی هامون رو نشون بده و یا یک دکمه‌ای می‌خوایم که اینجا اینو زدیم آگهی فعال بشه، این نیازمندیه یا راه حله؟ توی فضای مسئله است یا توی فضای سولوشنه؟ راجع به این صحبت می‌کنیم. اما بگذاریم این الان اومده اینجا و داره یه همچین مسئله‌ای رو میگه و خیلی هم ساده به نظر میاد و این آدما هم اگه نگاه کنید خیلی هم خوشحالن، نگاه کنید میخندن. خب اینا همه دارن میخندن و هم خوشحالن که مسئله رو متوجه شدن. این عنوان این چیزو در نظر بگیرید، عنوان این اسلاید و همون جلد کتاب آقای اریک ونز. حالا بریم ببینیم چه. اینجا به نظر همه چیز خوبه، اما وقتی که در این اتاق باز میکنه ایشون متوجه یه عالمه پیچیدگی میشه احتمالاً که در واقع اینجا به نظر خوشحال بودم ولی وقتی میره که کارش رو شروع کنه متوجه میشه که نه، پیچیدگی خیلی بیشتر از این حرفاست. اونقدر هم ساده نبود که این آقا اینجا داره میخنده و میگه. این احتمالاً خودش هم خیلی چیزا رو نمیدونه. خب و خب این الان از اینجا بعد کار ما شروع میشه که خب الان ما یا ایشون برمیگره پشت سیستمش میشینه یه چیزی درست میکنه و میگه که آقا بیا این همون چیزی که خواستی، بعد اونم نگاه میکنه میگه خب نه این نبود، بیا حالا اینجاشو تغییر بده، بعد این دوباره میره دوباره اون میاد میگه یکم چه تغییر بده، این میره اون میاد. بعضی وقتا هم این فضا تعبیر میشه به اینکه خب ما داریم اجایل کار میکنیم دیگه، ما میریم فیدبک میگیریم برمیگردیم فیدبک میگیریم. نه این حداقل به نظر من این اسمش اجایل نیست. آقای آنکل باب یه جمله‌ای داره که میگه نه جملهش کامل یادم نیست ولی میگه سریع‌ترین مسیر حرکت کردن در مسیر درست است. این نهایتا باعث میشه که خیلی هم در واقع طول بکشه تا این فیچر به سرانجام برسه و این وسط احتمالاً اگر سازمان ورشکست نشه، اگر سرمایه سازمان از بین نره و هنوز زور داشته باشه و بتونه سرپا بمونه،
خیلی از این آدما خسته میشن، پیر شده اینو ببینید الان پیر شد. خب میدونی چند بار رفت و برگشته تا دوباره اومده توی همچین جلسه. خب پس راهکار چیه؟ راهکار اینه که ایشون احتمالاً باید این در رو ببنده و برگرده تو اتاق و شکل این جلسه باید عوض بشه. باید حالا ما توی بحث دامین دیسکاوری راجع به این تکنیک ها صحبت میکنیم که جلسات باید چه شکلی برگزار بشن. حالا حداقل به عنوان یکی دو تا از اون تکنیک ها بحث جلساتی که صحبت میکنیم. اما اینجا خب این پیچیدگی هایی که ما داریم میگیم، پیچیدگی هایی که اینجا وجود داره، فقط حرف زدیم گفتیم پیچیدگی، هنوز نگفتیم این پیچیدگی ها چی هستن و حالا اصلا با فرض اینکه این آقا به شکل خیلی خوبی پرابلم هم توضیح داد، حالا این دوستانی که قراره برن و این کارو انجام بدن چه شکلی باید این پیچیدگی رو مدیریت کنن؟ فرض کنیم درک درستی هم از کل این پیچیدگی‌ها به دست آوردن، چجوری باید دارن اینو در واقع مدیریت کنن این پیچیدگی‌ها رو که بتونن برنامه‌ای بنویسن که فلکسیبل باشه، برنامه‌ای بنویسن که ولکام تو چنج باشه، تغییرات رو بتونه سریع انجام بده و واکنش سریع نشون بده. حالا بریم ببینیم چیه. خب من اینجا یک بار دوباره بحث دامین دریون دیزاین رو مطرح می‌کنم که آقا این دامین دریون دیزاین چیه، ولی خب احتمالاً تا انتهای جلسه و جلسات بعد دائما این سوالو می‌پرسیم و پاسخ‌هایی بهش میدیم که هر بار امکان داره دیدمون متفاوت شده باشه. پس دوستان اینجا ما فعلا در نظر بگیرید که دامین دریون دیزاین یک اپروچ، یک رویکرده. راجع به دامین دریون دیزاین درک و فهم اشتباه زیاد وجود داره. ما میگیم دامین دریون دیزاین یک معماری نیست. خب دامین دریون دیزاین معنی CQRS و ایونت سورسینگ و کلین آرکیتکچر نیست، لزوما یک سری ریچ انتیتی نیست. ریچ انتیتی ها داخل فضای تاکتیکال پترن ها دارن مطرح میشن. حالا اینکه فرق اون تاکتیکال پترن و تاکتیکال دیزاین با استراتژیک دیزاین و استراتژیک پترن چیه راجعش صحبت می‌کنیم. چرا باید از دامین دریون دیزاین استفاده کنیم؟ به خاطر اینکه می‌خوایم کامپلکسیتی رو مدیریت کنیم. دقت کنید اینا بولده، کامپلکسیتی اپروچ اینا بولده به خاطر اینکه بحث داریم راجع به اینها. خب کامپلکسیتی رو مدیریت کنیم. اینجا هم کلی راجع به کامپلکسیتی حرف زدیم اما نگفتیم کامپلکسیتی چیه. اینجا هم دوباره میگیم کی استفادهش کنیم وقتی یک دامین کامپلکس داریم، اما باز هم راجع به کامپلکسیتی خیلی حرف نزدیم. ما حالا از اینجا به بعد می‌خوایم راجع به کامپلکسیتی حرف بزنیم. ببینیم کامپلکسیتی چیه. اوکی؟ یه بار مرور کنید با هم دیگه که خب الان تو میت نیستیم. بذارید من خودم مرور کنم. خیلی خلاصه. ما اینجا راجع به چی صحبت کردیم؟ راجع به وکابرت حرف زدیم. خب گفتیم بعد اومد توی بیزینس اومدیم گفتیم ولاتیلیتی و آنسرتینیتی و کامپلکسیتی و امبیگویتی چی هستن و اینا رو تعریف کردیم. مثال‌های ایرانیش هم زدیم، احتمالاً مثال‌های درستی ان. بعد راجع به این حرف زدیم که هر کدوم از اینها چه در واقع راهکارها و استراتژیایی براشون وجود داره که گفتیم خب شاید خیلی هم ارتباطی با ما نداشته باشه، اما حالا راجع به بعضی از اینها به صورت غیر مستقیم توی کتاب‌های مهندسی نرم افزار اشاراتی شده. اما ما اختصاصا راجع به کامپلکسیتی می‌خوایم صحبت کنیم. خب حتی توی کتاب‌های اجایل و در واقع مدیریت پروژه و اینجور موارد هم صحبتایی شده ها، ولی حالا ما می‌خوایم راجع به دامین دریون دیزاین صحبت کنیم، بیشتر تمرکزمون روی بحث کامپلکسیتیه. بعد اومدیم حالا این کتابا رو معرفی کردیم، یه تعریفی از بحث دامین دریون دیزاین رو دیدیم که اومدیم گفتیم آقا یک فلسفه است، یک فلسفه فکریه، تمرکزش روی بیزینس نیدز، یعنی نیازهای بیزینس و خیلی هم در واقع ربطی نداره به معماری و خیلی اصلا حالا معماریایی هستن که منطبقاً با دامین دریون دیزاین و خوب عمل میکنن توی فضای دامین دریون دیزاین، اما خب خود دامین دریون دیزاین کاری به این چیزا نداره. اون قسمت مهمش به نظر میاد اینه که مسئله رو چجوری درکش کنیم و چجوری مدلش کنیم. اون استراتژی که هدف رو میذاره در واقع حمله به پرابلم روت، ریشه مشکلات. خب در واقع این که ما باید در واقع رو ارتباطات کار کنیم و پرسشگریمون رو بیشتر کنیم. مسلماً سازمان مهمه. خب اینجا ما گفتیم که آقا سازمان مهمه. خب اگر سازمانیه که در واقع این فضا رو قبول نداره و ما حداقل اشخاصی هستیم که تاثیرگذار نیستیم توی اون سازمان، که کنسل دیگه. آقای مارتین فالر یه جمله‌ای داره میگه change your organization. خب حالا دیگه ننویسم or دوباره همین change your organization. یا تلاش کن سازمانت رو تغییر بدی یا سازمانت رو تغییر بده. پس سازمان خیلی مهمه. سازمانی که اهمیت قائل نمیشه برای دامین دریون دیزاین و شما هم تمام با تغییر کنشگریتون که اصلا شما توانمندی اینو نداری تو اون سازمان، در جایگاهی نیستی که بخوای البته همه اینا ضریبی از تابعی از سابقه اکسپریانس، خب تجربه است و توانمندی شما. در نتیجه اینجوری هم نیست که من به عنوان دیولپر جونیور برم توی سازمان و بگم شما اصلا حرف منو نمیفهمید، من میگم دامین دریون دیزاین، شما اصلا کار دیگه‌ای دارید میکنید و بگید خب اینجا به درد نمیخوره من میام بیرون.
اوکی شما باید همه چیز رو در کنار هم در نظر بگیرید. به هر حال ما بگذاریم، حالا این بحث اصلا شاید جاش اینجا نبود. راجع به مسائلی که مطرح میشه، جلسات، راه حل هایی که ارائه میشه بدون در نظر گرفتن پرابلم دامین، پرابلم اسپیس، بدون اینکه مسئله رو بگم، بدون اینکه نیاز رو بگم، یک راه حلی ارائه میشه و گاهن هم به نظر ساده میرسه، هم خوشحالن، ولی وقتی که میخوان اون انجام بدن یه عالمه پیچیدگی مواجه میشن و اصلا این پیچیدگی‌ها چی هستن هنوز ما نفهمیدیم. اشاره‌ای کردیم ولی هنوز واضح متوجه نشدیم. بعد اومدیم راجع به بحث دامین دریون دیزاین صحبت کردیم، یک بار بررسی کردیم که آقا یه اپروچ برای مدیریت پیچیدگی اومده زمانی که یک مسئله پیچیده داریم که در واقع گفتیم اسکری کشف فهمیایی یا درک اشتباه راجع به دامین دریون دیزاین وجود داره. میتونید توی سرچ کنید تو اینترنت دوره‌های دامین دریون دیزاینی که وجود داره رو بررسی کنید و ببینید که در واقع نوع نگاهشون به این مسئله چیه. اما ما برگشتیم اینجا سراغ کامپلکسیتی. کامپلکسیتی چیه دوستان؟ کامپلکسیتی چند تا تعریف داره در واقع، از وجوه مختلف، از چند وجهیه. ما می‌خوایم ببینیم که هر در واقع کامپلکسیتی از ابعاد مختلف بررسی کنیم. بحث اول اینه که ما دو مدل کامپلکسیتی داریم، بحث اسنشیال کامپلکسیتی و اکسیدنتال کامپلکسیتی. جمله وجود داره، حالا اینا رو تعریف می‌کنم. جمله وجود داره که میگه ما میتونیم امیدوار باشیم اکسیدنتال کامپلکسیتی رو کاهش بدیم، اما نمیتونیم امیدوار باشیم که اسنشیال کامپلکسیتی یا اینهریتنت کامپلکسیتی رو کاهش بدیم. فرقشون چیه؟ پیچیدگی‌های تصادفی و پیچیدگی‌های ذاتی. تعریفی که وجود داره اینه اکسیدنتال کامپلکسیتی، خودتون بخونیدش. در واقع داره اشاره میکنه به چالش‌هایی که دیولپرها در زمان حالا تلاش برای حل مسئله خودشون تصادفاً به وجود میارن. در مقابل اسنشیال کامپلکسیتی اشاره داره به پیچیدگی‌هایی که ذاتاً توی اون مسئله هست. اینجا مثال میزنم، مثلا حالا توی فضای دات نت مثال میزنم. شما وقتی فایل سولوشنتون رو نگاه میکنید اینجا یک سری لایه‌های وجود داره که با عنوان دومین شروع میشن. اون پیچیدگی که تو این لایه وجود داره اشاره داره به این اسنشیاله، ولی لایه اینفرا، من اینو پاکش کنم، لایه اینفرا، اینجا چیزهایی که وجود داره اینا اشاره دارن به اکسیدنتال کامپلکسیتی. در واقع مسئله کسب و کار توی لایه دومینه. مثال بزنیم، مثلا شرکت اسنپ یا شرکت اوبر. خب اون پیچیدگی اصلی که توی مسئلهشون هست چیه؟ احتمالاً مسیریابیه، احتمالاً در نظر گرفتن آب و هوا، تعداد مسافر، تعداد راننده، یا نمیدونم فیدبک هایی که روی راننده ها و در واقع مسافرها وجود داره، در واقع وضعیت شرایط حاکم بر خیابون ها توی اون روز. خیلی چیزا امکان داره تاثیر بذاره و اینا متغیرهای مختلفی ان. حرف زدیم راجع به کامپلکسیتی، عوامل و متغیرهای مختلفی ان که گاهن هم با هم دیگه در ارتباطن و اینا میتونن تاثیر بزنن روی کار. کیو راضی کنی؟ راننده رو راضی کنی، مسافر رو راضی کنی. اینا پیچیدگی دامینه که خب گاهن توی نرم افزار ما منعکس میشه این پیچیدگی‌ها. اما اینفراستراکچر مثلا نمیدونم میره طرف گراف کیو ال استفاده میکنه. حالا البته این خیلی مثاله ها، بحث اکسیدنتال کامپلکسیتی. کلا هر گونه چالشی که طبق تعریف که دیولپرها به صورت ناخواسته زمانی که دارن مسئله رو حل میکنن خودشون به وجود میارن، که ما میتونیم امیدوار باشیم حالا با در واقع تکنیک های این اکسیدنتال کلا باید پیچیدگی تا جایی که میشه کمش کنیم دیگه. اما اسنشیال کامپلکسیتی که نمیتونیم کم کنیم. پیچیدگی ذاتی رو، اونایی که تو طبیعت اون صورت مسئله هست رو که نمیتونیم کم کنیم. چیزایی که خودمون تصادفاً داریم به وجود میاریم رو میتونیم کم کنیم. با کم کردن پیچیدگی احتمالاً نگهداری و توسعه اون سیستم هم راحت‌تر میشه. اما دقت کنید که پیچیدگی با سختی متفاوته. ما وقتی میگیم پیچیده، این یعنی افورت زیاد، یعنی افورت زیادی میخوایم بذاریم. وقتی میگیم سخت، خب اوکی یه کاری سخته، شما بلد اون کار باشی میتونی راحت‌تر انجامش بدی. برای یکی سخته، برای یکی آسونه. راجع به کامپلکسیتی و هارد صحبت میکنیم. اما این چیه؟ این احتمالاً دو تا رک بودن که یه نفر اومده اینا رو سرهم کرده. خب حالا کانفیگش کرده، به قول خودش اینو کانفیگ کرده. اما اگه دقت کنید یه پیچیدگی اینجا به وجود اومده که مربوط میشه به ذات این در واقع مسئله‌ای که به طرف دادن ربطی نداشته. اون کسی که اومده اینو کانفیگ کرده اینجوری کانفیگش کرده و یه نفر دیگه میاد اینجوری کانفیگش میکنه. احتمالاً این دو تا دسته از تو اینترنت پیدا کردم، فکر کنم مربوط به یک رکن. خب نفر دوم اومده اینو اینجوری کانفیگ کرده
من کاری ندارم، شاید یه پیچیدگی ذاتی هم داخل کانفیگ کردن این رک ها و روترها و هر چیزی که اونجا هست باشه. اما اگه دقت کنید علاوه بر پیچیدگی ذاتی، طرف اومده یک پیچیدگی تصادفی هم اینجا در زمان حل مسئله اضافه کرده. پس ما باید تلاش کنیم پیچیدگی های اکسیدنتال رو کاهش بدیم، مثل کاری که ایشون انجام داده. این عالیه، آفرین. خب اینجا چیه؟ اینجا بحثمون اسنشیال کامپلکسیتیه، پیچیدگی ذاتی. این داره شطرنج بازی میکنه، حالا یا با کامپیوتر یا احتمالاً با یه شخصی روشه، نمیدونم. شطرنج ذاتاً بازی پیچیده‌ایه، به خاطر اینکه متغیرهای زیادی داخلش هست. میتونید ببینید خودتون. حالا کسی که شطرنجش خوب باشه بهتر میتونه نظر بده. حداقل در حدی که من میدونم، خب این امکان داره هر حرکتی که شما انجام میدی کلی حرکت دیگه میتونه نفر مقابل انجام بده که داستان داره. این تصویرم حالا فکر میکنم اشاره داره به استراتژیایی که توی این بازی هست. اگر دقت کنید، خب پیچیدگی رو میتونید اینجا ببینید. این پیچیدگی ذاتیه، دیگه شما نمیتونید اینو کمش کنید. اگر شما قراره برنامه‌ای بنویسید برای بازی شطرنج، مثلا سعی کنید یه برنامه بنویسید، حالا اگر دیولپر با تجربه هستید سعی کنید یه برنامه بنویسید که بازی شطرنج رو در واقع یه کاربری بتونه با کامپیوتر شطرنج بازی کنه. ببینید چه کار میتونید بکنید. اصلا میتونید بنویسید. اگر نمیتونید بنویسید احتمالاً یک دانشی نداره. اون دانش سی شارپ و جاوا و گولنگ و اینجور چیزا نیست. اون دانشی که ندارید این قسمته، دانش ذات اون مسئله است. کسب و کارها هم همینن. یک سری پیچیدگی‌های ذاتی داخل اون کسب و کار وجود داره که شما به عنوان مهندس نرم افزار اگر قرار باشه برنامه‌ای بنویسی که اون برنامه کارا باشه، اول باید بفهمید مسئله چیه. و وقتی توی یک شرکتی مسئله رو به شما به درستی نمیگن و مستقیما میرن سراغ راه حل و شما به عنوان دیولپر، مهندس نرم افزار، هر در واقع سمتی که اونجا دارید، پیگیر ریشه ماجرا نیستید. مسئله چی بود؟ خب اوکی، کی ضرر میکنه؟ دو طرف. به خاطر اینکه شما میرید یه چیزی رو پیاده سازی میکنید بدون اینکه مسئله رو درکش کرده باشید، بدون اینکه اون دامین رو درک کرده باشید و مسلماً کدی که می‌نویسید، پیاده سازی که انجام میدید، احتمالاً دستخوش تغییرات زیادیه و رفته اصلا شاید اون بیزنس جمع بشه به خاطر هزینه‌های زیاد. و هزینه صرفاً حقوقی که به من و شما میدن نیست، هزینه اون زمانی که از دست دادن هم هست. خیلی وقتا تصمیمات اشتباهی که دیولپرها میگیرن یا پیگیری نکردن و نپرسیدن دیولپرها، پرسشگری نکردن در خصوص مسئله و پذیرفتن راه حل، به تنهایی باعث میشه که یه کسب و کاری دچار مشکل بشه و از کار بیفته. لذا این مسائل خیلی مهمه. اینجا حالا یه تمرینی در واقع بعد انجام بدید. اونم اینه که پیچیدگی ذاتی که داخل کسب و کار که الان دارید کار میکنید هست و شناسایی کنید. نمیدونم الان چند وقت دارید توی اون شرکتی که هستید کار میکنید؟ 1 ماه، 2 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال. پیچیدگی های ذاتی اون کسب و کار رو سعی کنید شناسایی کنید. من هنوز راجع به انواع پیچیدگی صحبت نکردم، ولی شما احتمالاً باید یه دیدی داشته باشید تا الان. و پیچیدگی های تصادفی، اکسیدنتال و اسنشیال. پیچیدگی تصادفی چیه؟ شما یه کدی نوشتی، الان اگه برگردی به عقب نگاه کنی میفهمی آها اینجا رو بیخودی من پیچیده کردم، اصلا مسئله پیچیده نبود. این کارو لطفاً انجام بدید. در واقع شناسایی پیچیدگی های ذاتی و تصادفی. اما گفتیم که سخت با پیچیده متفاوته. ببینید دوستان، این شخص داره کار سختی انجام میده، اما برای این شخص سخته. شاید یه نفر بیاد خیلی هم زورش زیاد باشه و راحت انجامش بده. اما ما وقتی میگیم کامپلکس، داریم از پیچیدگی صحبت میکنیم، یعنی افورت، یعنی پیچیدگی، روابط، المان‌ها، متغیرها زیادن. مثال میزنم. شرکت تامین اجتماعی رو در نظر بگیرید. تامین اجتماعی، فرض کنید یه نفر خود برنامه اینو بنویسه. فرقی میکنه مثلا یک مهندس نرم افزار از تو ایران ببری یا خود آقای اریکیوان رو بیاری اونجا، آقای اریکیوانس، بگی که اریک بشین برای در واقع سازمان تامین اجتماعی یک برنامه بنویس. یه عالمه المان اونجا وجود داره، متغیرهای زیادی هست، فلوهای پیچیده‌ای وجود داره، روابط زیادی هست بین این عواملی که اونجا هست. پس آقای اریک ایونز هم باید افورت زیادی بذاره، افورت زیاد. اما کار سخت برای بعضی شاید آسون باشه. پس ما داخل دامین دریون دیزاین داریم راجع کارهای سخت حرف نمیزنیم. کارهای سخت شاید بعضیش شاید یه کار پیچیده سخت هم باشه، اما
لزوما هر کار سختی پیچیده نیست. حالا امیدوارم منظورمو رسونده باشم. در واقع ما داخل پیچیدگی داریم به روابط زیادی که داخل این المان ها وجود داره صحبت میکنیم. حالا بریم جلوتر باز بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. خب بحث بعدی بحث پیچیدگی توسعه نرم افزاره. من اینجا یه بریک میزنم، حالا احتمالا ویدیو رو یه تیکه میذارم یا نمیدونم شاید مثلا از اینجا تقسیمش کنیم از یه جایی، ولی شما باید این کل این جلسه اول رو با هم ببینید دیگه. حالا چند تا چپتره راجع به چیزایی دوباره صحبت کردیم، ولی بذارید من یه استراحتی کنم برمیگردم. خب سلام مجدد. اینجا بودیم دوستان، عرض کردم که کجا بودیم؟ حالا اینجا که یه سری موارد توضیح دادیم، بگذاریم. اینجا بودیم که خب حالا خود توسعه نرم افزار هم یک پیچیدگی های ذاتی داره، inherent complexity داره. در واقع این کتابی هست به اسم Object Oriented Analysis and Design with Applications که آقای گریدی بوچ و دوستانش، حالا دیگه اسم نمیبرم، خود آقای گریدی بوچ رو در نظر بگیرید. یه جایی تو این کتاب اومده به مسئله پیچیدگی های ذاتی در توسعه نرم افزار اشاره کرده. گفته که پیچیدگی نرم افزار 4 تا در واقع پیچیدگی ذاتی هست تو نرم افزار. حالا من یکی اینا رو توضیح میدم دیگه، اسلاید درست نکردم براشون. موضوع اول complexity of problem domain. دوستان موضوع در واقع پرابلم دامین، ما زمانی که داریم برنامه نویسی میکنیم، پیاده سازی میکنیم، پیچیدگی حوزه مسئله خودش یک انگار که یک پیچیدگی خارجیه برای اون لحظه‌ای که ما داریم برنامه رو می‌نویسیم. لذا پرابلم دامین اینجا خودش یک پیچیدگی لحاظ میشه. داستان چیه؟ داستان اینه که کلاً کاربرا وقتی، حالا من میگم کاربر، شاید اونجا کارفرما معنی بده، شاید معنی پی ام بده، شاید معنی پی او بده، نمیدونم. تو هر ساختاری که دارید کار میکنید یه نفری هست که داره نیازش رو مطرح میکنه، میگه من یک همچین نیاز میخوام. در بهترین حالت نیاز رو مطرح میکنه. گفتم بعضی وقتا سولوشن میده و شما هیچ وقت نیازا رو نمیفهمی، یا باید مهندس معکوس کنی خودت فکر کنی آها منظورش این بوده، حتما کاری ندارم، حتما به این دلیل اینو می‌خواسته. اما به هر حال کاربری که داره در بهترین حالت نیاز رو مطرح میکنه، خب ببخشید این چیزاشو من بیارم قلمو. کاربری که داره نیاز رو مطرح میکنه تخصصی که نداره تو حوزه کاری شما، نمیتونه با زبون شما حرف بزنه، با زبون خودش حرف بزنه. شما هم تخصصی نداری تو حوزه کاری کاربر، اون توی اون صنعت، توی اون بیزینس. در نتیجه هر چقدر هم حرف بزنه نمیتونه به شکل درستی این مطالب رو منتقل کنه و قاعدتا یک پیچیدگی اینجا وجود داره. یک در واقع خیلی وقتا خود این کاربر که حالا گفتم حالا هر اسمی میخواید روش بذارید، بعضی وقتا واقعا اندرویز داره، بعضی وقتا پی ام پی او، خودش هم اون چیزی که راجع به در واقع راجع به اون نیازمندیش یه دید مبهم داره، یا بعضی وقتا نه خیلی هم دقیق میدونه ها، اصلا میره 6 تا کتاب میاره میذاره جلوت، کلی داکیومنت میاره، کلی سند میاره، میگه ما تو اینا کامل کسب و کارمون هست، میخوای برو اینا رو بخون. یا بعضی وقتا یک سری دیاگرام هم برات میکشه، میگه ببین ما اینو میخوایم. کلا شما احتمالاً متوجه ماهیت اون نیازمندی نمیشید، متوجه کامل نمیتونید درکش کنید پرابلم دامینو، و این حقیقتا کار سختیه، تقصیر شما هم نیست. داستان اونجا پیچیده تر میشه که این پرابلم دامینه که شامل اون نیازمندی هاست. حالا راجع به پرابلم دامین مفصل صحبت میکنیم، ولی اون پرابلم دامینه تغییر میکنه در طول زمان. 2 ماه دیگه میگن آقا ما اینو میخوایم، میگه آقا شما که اون سری اونو گفته بودید، میگه آره حالا اینو میخوایم. تغییر کرده داستان. راجع به تغییرات و اینجور موارد صحبت میکنیم. به هر حال در توسعه نرم افزار یک سری پیچیدگی‌های ذاتی وجود داره، inherent complexity یا essential complexity، که یکیش complexity of the problem domain بود. آقای گریدی بوچ و دوستانشون اینو گفتن. این عبارت‌ها رو سرچ کنید تو اینترنت پیدا می‌کنید یا تو کتاب پیداش می‌کنید. سال 2007 این کتابو دادن. دقت کنید اون کتاب سال 2003 بود، این 2007. اینجوری نیست که این حرفا در مقابل هم باشه. خیلی‌هاشون دارن از زوایای مختلفی به موضوع نگاه می‌کنن. پرابلم دامینو که خب مطرح شد یک بار. چند بار البته تا قبل از این کتاب. اما ایشون داره میگه آقا تو توسعه نرم افزار چند تا پیچیدگی وجود داره. موضوع بعدی موضوع پیچیدگی سختی مدیریت فرآیند توسعه است.
دوستان کلا سیستم نرم افزاری مثلا وقتی بزرگ میشن درکشون کلا سخت. یه نفر به تنهایی نمیتونه سیستم بزرگ و کامل درک کنه و بفهمه چی به چی. از طرفی یک نفری هم که نمیشه یه همچین سیستمی رو نوشت. شما مجبوری تیم داشته باشی. دارن اگه نگاه کنی میبینی سایز تیم ها نباید بزرگ باشه، چون یک تیم بود کلا مدیریت تیم توسعه سخته به دلایل مختلفی، از پراکندگی جغرافیایی و کارهای ریموت و اینا در نظر بگیرید تا ارتباطات. کل این داستانی که ما داریم داستان ارتباطات توی توسعه. من باید بتونم با همکارام ارتباط داشته باشم، باید بتونم حرفشو بفهمم، من اون حرف منو بفهمه. الان که دیگه با این مسائل حالا تیم کلا وقتی بزرگ میشه شما در نظر بگیرید چه اگه همه حضوری کار کنن چه اگه ریموت باشن، اگر از کشورهای مختلفی باشن، کلا تیم بزرگ چالش زیاد داره. پس باید تیم ها تا حد ممکن کوچیک باشن. از طرفی مسئله شاید مسئله بزرگی باشه، پس شما باید احتمالاً تیم ها رو بتونید خرد کنید. پس کلا کار مدیریت تیم توسعه خودش کار سختی هست. یه نفری هم که نمیشه کارو برد جلو، باید احتمالاً گروهی یه تیمی داشته باشی که با هم بتونن اینو برن جلو. تیم هم باید کوچیک باشه و در واقع این حفظ یک پارچگی در فرآیند توسعه نرم افزار خودش یه موضوعیه که سخته. شما مشکلاتی هم که امکان داره مشکلات فنی و اینا هم اضافه کنید به اینها، فقط بحث روابط و اینجور مسائل نیست. Problem of characterizing the behavior of desert system. خودتون بخونید. داره میگه مشکل شناخت رفتار سیستم های گسسته. این هم یک مشکلی بوده که آقای گریدیبوچو دوست داشت در واقع اشاره کردم بهش در فرآیند توسعه نرم افزار. بحثش چیه؟ ایشون اعتقاد داره که کلا نرم افزارها سیستم‌های ناپیوستن، غیر پیوستن، خطی نیست. عوامل متعددی وجود داره، خیلی هاشون هم بیرونیه که میتونه هر کدومشون تأثیر بذاره در عملکرد داخل سیستم. پس شما اینکه بتونید فکر کنی و یک تمام حالت‌های ممکنه در نظر بگیری که خیلی سخته. از طرفی هم چون که همه اینها دارن تأثیر میذارن توی عملکرد سیستم، شما باید سیستمت رو بتونی تست کنی. ولی در نظر توی سیستم بزرگ در نظر بگیرید ها، همه حالت‌ها رو آیا میتونی تست کنی؟ نمیتونی تست کنی. باید یک در واقع پس اینم یه پیچیدگیه. پس حالا شما باید اون فرآیندهای مهم و اصلی و اینا رو شناسایی کنی، یوز کیس‌های در واقع رایج‌تر رو تا جای ممکن. میگم یه جایی غیر ممکن میشه. تا جای ممکن شما باید بتونی سیستمت و رفتار سیستمت رو بشناسی و اونو مدیریتش کنی. و همین اینا 4 تا بودن. بحث flexibility possible through software اشاره داره به این موضوع که خب ببینید دوستان، نرم افزار خیلی انعطاف پذیره. نرم افزار انعطاف پذیره. من جلوتر مثال میزنم براتون. کسی که به شما گفته این نرم افزار رو بنویس، پیش خودش متصوره که هر تغییری گفت شما میتونید انجام بدید، چون یه سری کد نوشتی. در واقع این نرم افزار استیبیلیتی نداره، این استیبله. چون اگه باید این شکلی باشه، اگر خیلی محکم باشه، اگر خیلی سفت باشه، نشه تغییرش داد. که چون کسی که به شما گفته نرم افزار رو نیست، تصور خودش هم اینه که آقا این نرم افزار باید فلکسیبل باشه، انعطاف پذیر باشه، بتونه هر تغییری رو خواستم در واقع انجام بده. چون که کلا نرم افزارها معمولا کاربر محورن و کاربر هم نیازهاش در طول زمان تغییر میکنه. پس اینجا باز متوجه میشیم که این هم یک پیچیدگی است. حالا کامپلکسیتی رو از این دیدگاه هم بررسی کردیم. پس ببینید دوستان، ما کامپلکسیتی رو از دیدگاه اکسیدنتال کامپلکسیتی و چی بودن اونایی که دیدیم، اسنشیال کامپلکسیتی بررسی کردیم و مثال‌هایی براش زدیم. حالا اینو کاری ندارم. در خصوص سافت‌ور هم کامپلکسیتی رو ما یه صحبتی کردیم که داستان چیه. اما این مورد آخر رو در نظر بگیرید، فلکسیبیلیتی، این داستان داره. بذاریم برای اینکه جا بیفته براتون، من یه اسلاید دیگه هم آماده کردم اینجا. در نظر بگیرید دوستان، این ساختن این ساختمان‌ها اگه آسونه، اینا هم کار سختیه. اینا هم معمارایی داشتن، در واقع پروژه سنگینی بوده که انجام شده. اما این سوال دارم، آیا اون در واقع سرمایه‌گذاری که اومده گفته آقا من یه ساختمانی میخوام، حالا یه ایده‌ای هم داشته مطرح شد، مثلا این ساختمون رو مثلا طرحش قبول کرده و گفته آره ساختمون ما رو این شکلی بساز، این ساختمون اینو تاپ خورده رفته بالا، فردا میاد بگه که ببین این طبقه 218 همو کلا داخلش رو تخریب کن، مثلا یه زمین فوتبال بساز داخلش. نمیاد اینو بگه. چرا اینو نمیگه؟ مثلا بگه این بالا رو برای من خرابش کن، یه گنبد بساز شبیه این. خب هیچ وقت نمیاد اینو بگه.
یا بگه که حالا که این یکی ساختمون ساخته شد خیلی قشنگ شدین، بیا اصلا اینو اینجوری اینجا بساز، یا بگه اینو نصفش کن یه ساختمونم این بغلش برام بساز. از این حرفا نمیزنه. میدونی چرا؟ چون که داره میبینه که آقا ساختمون یک در واقع خیلی استیبله، خیلی محکمه، به این راحتی نمیشه تغییرش داد. اگر هم بشه تغییر داد، این چینی‌ها و اینا همه کاری میکنن، آمریکایی‌ها ساختمونا رو جابجا میکنن، اگر هم بشه با هزینه خیلی زیاده، اصلا خودش قابل درک براش، لازم نیست اون در واقع معمار بهش توضیح بده اینو. اما توی نرم افزار اینجوریه؟ نه. توی نرم افزار هر لحظه امکان داره یه نفر از اتاق بیاد بیرون بگه اونجاشو تغییر بده. بعدش اینکه کار داره این سخته، میگه چقدر کار داره؟ یه روز، 2 روز، 3 روز، یه هفته هیچ کاری نکنه تغییر بده. چرا؟ به خاطر اینکه نرم افزار کاربر محور بود. به خاطر اینکه نیاز کاربر عوض میشه. حالا این کاربر شما هر کسی در نظر بگیرید. ما دیولپریم، اون کسی که داره بهمون درخواست میده، حالا کارفرما، پی ام، پی او، اند یوزر. پس دائما نیازها در حال رفرش شدنه. من خواستم اینجا بهتون اینو بگم که این مورد آخر که این آقای گریدی بوچ گفت، فلکسیبیلیتی پاسیبل ترو سافتور، داره به چی اشاره میکنه؟ و اینم در نظر بگیرید که این مشکل اونا نیست ها. حالا میگم ساختمون رو دارن میبینن، میگن خب معلومه اینو نمیشه تغییرش داد، سخت قابل درک براشون، هیچ شخصا بیانش هم نمیکنن، تو ذهن خودشون میمونه. مثلا نمیگه که به نظرت بگم بهش حالا این ساختمون رو نصفش کنه، 2 تا ساختمونش کنه، بالاش یه گنبد بذاره، مثلا یه مسجد بزنیم بالا. خب هیچ وقت این اصلا بیان نمیکنه، چون خودش درک میکنه که آقا این کار ساده‌ای نیست. اما وقتی نوبت به نرم افزار میرسه، طرف میگه یه سری کد دیگه، کداتو پاک کن یه شکل دیگه بنویس، یه سری ایف گذاشته دیگه، درستم میگه. در واقع این مشکل ماه که نرم افزارمون رو استیبل طراحی میکنیم. نرم افزار باید فلکسیبل باشه. استیبل که میگم منظورم این نیست که استیبل رو اشتباه برداشت نکنید. استیبل منظورم اینه که استیبل به چیز محکم میگم، به چیزی که قابل تغییر نیست، به چیزی که انعطاف پذیر نیست. پس ما باید نرم افزارمون رو جوری بنویسیم که اصطلاحاً میگن welcome to change. welcome to change باشه و تغییرات رو بتونه پذیرا باشه. بگذاریم حالا این قسمت آخر رو در باب این مورد آخر inherent complexity of software گفتم. اما برگردیم سراغ بحث قبلی. یادتونه گفتم وکا ورد و اینا یکی از وی یو سی سیش کامپلکسیتی بود. اون کامپلکسیتی که تو کسب و کارها وجود داره خب انواعی داره. آقای در واقع توی کتاب‌های داون دریون دیزاین خود آقای اریک ایونز یه اشاره هایی کرده به این انواع کامپلکسیتی ها. اونا رو به شکل خلاصه اگه بخوایم بگیم میشن 4-5 مدل کامپلکسیتی که خدمتتون عرض میکنم. مورد اول مورد اسکیل، دایورسیتی، داینامیک، ریفاینمنت اند کانکتیویتی. این 5 مدل، 5 نوع پیچیدگی امکان داره توی پرابلم دامین ما باشه که خب حالا اینا رو می‌خوایم دونه دونه بررسی کنیم. من دارم اینا رو صحبت می‌کنم، میگم اولا شما که رو دور تند گوش بدید، هر جاییش که نیاز شد، چون من باید فکر کنم حرف بزنم، همه چیز لزوما آماده نیست، شاید یه جایی کند بشه، ولی حالا هر جایش لازمه شما یا پاس کنید، مثلا الان پاس کنید سیستم ویدیو رو و فکر کنید اسکیل یعنی چی؟ منظور از اسکیل چیه؟ تو ذهنتون دائما فقط نشنوید، به این فکر کنید آقا اسکیل چیه؟ این کسب و کاری که ما داریم باش کار می‌کنیم کجا درگیر اسکیل شده و بقیه موارد. خب حالا اینا رو دونه دونه بررسی می‌کنیم. اینا پیچیدگی‌های این کامپلکسیتی اف پرابلم دامین، حالا اسنشیال کامپلکسیتی تایپ زدم مورد 1. اینا پیچیدگی ذاتی ان که تو مسائل هست. این عکس‌ها هم امیدوار بودم عکسای رایگانی باشن که داستان نشه. در واقع سرچ کردم عکسایی که لایسنس نداشتن رو سعی کردم بردارم. عکس مورد اسکیل داره به مقیاس پذیری اون کسب و کار اشاره میکنه. در واقع اون گستردگی که دامنه یک کسب و کار میتونه داشته باشه میتونه پیچیدگی درست کنه. هر چیزی که هر چقدر که اون در واقع بذارید من همین مثال ساختمون رو بزنم دیگه. این ساختمون اول که نصفش تو عکس نیست، این فرض کنید که 40 طبقه است. یه ساختمون اینجا هست، این ساختمون 200 طبقه است. آیا پیچیدگی که این دو تا ساختمون حالا در حین توسعه نگهداری داشتن یکسان بوده؟ قطعا نه. یه دونه خونه مثلا مدل روستایی ساخت وسط یک جنگل که خیلی هم باصفاست، شما میری مثلا اونجا میمونی چند روز اشغال، آیا اون پیچیدگی ساخت اون خونه به اندازه پیچیدگی که آسمون خراش بوده؟ به اندازه پیچیدگی مثلا برج میلاد بوده حالا تو ایران مثلا؟ نه.
اون شاید یه نفر تنهایی نشسته خودش مثلا که تو یه هفته 10 روز 2 ماه ساخته 2-3 نفری، اما یه برج می‌بینی کلی آدم باید روش کار کنه. همه اینها پیچیدگی اضافه میکنه. اما اگه بخوایم مثال بزنیم، فرض کنید که یه شرکتی رو در نظر بگیرید که داخل یک کشور داره خدمات میده، یه شرکت دیگه‌ای در نظر بگیرید که چند در واقع ملیتیه، بین‌المللیه و توی کشورهای مختلف دفتر داره. پیچیدگی که اون روبرو با این روبرو متفاوته. یا یک سیستمی رو در نظر بگیرید روزانه 1000 تا کاربر آنلاین داره، یه سیستمی در نظر بگیرید روزانه مثلا 1 میلیون کاربر آنلاین داره. فرق میکنه. اصلا دو تا سیستم یکسان، مثلا فرض کنید یک سیستمی دارید شما آزمون آنلاین برگزار میکنه. سیستم شما 1 میلیون کاربر در هر آزمون شرکت میکنن، سیستم دیگری که رقیب شماست مثلا 10,000 نفر در هر آزمون شرکت میکنن. آیا پیچیدگی رو بیشتر کرده برای اون کسب و کار؟ قطعاً بله. این پیچیدگی منعکس میشه توی نرم افزار شما، نرم افزاری که شما داری می‌نویسی. حالا این مثالی که بخوام بگم مثلا این پیچیدگی، شاید اولین چیزی که به ذهن ما برسه این باشه که آقا معماری سیستم ما باید متفاوت باشه، زیر ساختای، ولی توی لایه دامین هم پیچیدگی هایی وجود داره. حالا پس یه دونهش بحث اسکیله، بحث اسکیل از جنس اسنشیال کامپلکسیتی تایم. مورد بعدی مورد دایورسیتیه. دایورسیتی زمانی انجام میشه که توی یک کسب و کاری تنوع خدمات وجود داره. مثال میزنم، مثلا دیجیکالا یه روز اومد گفت من دوربین دیجیتال میفروشم. یه روز اومد گفتش که آقا علاوه بر دوربین دیجیتال لپتاپ هم میفروشم. فرداش اومد گفت آقا عطرم میفروشم، مواد خوراکی هم میفروشم، FMCG و اینجور چیزا هم میفروشم، ماست و شیر و دوغ. و یه روز اومد گفتش که این لوازم دیجیتالتون رو بیمه هم میکنم. یه روز اومد گفتش که آقا پرداخت قسط. پس یه تنوعی داخل این خدمات وجود داره که این تنوع خب کارو سخت میکنه، پیچیده میکنه. یا مثال میزنم، مثلا سیستم شما میتونه از اون بیزینس میگه آقا من فروشم هم ریالی هم دلاری، هم مثلا میگه هم ریالی هم تتر. واسه یه پیچیدگی این تنوع خدمات میتونه پیچیدگی ایجاد کنه و میکنه. خیالتون راحت. خب اینجا شما باید سیستمی که طراحی میکنید یا دیزاین میکنید، حالا خیلی کاری به طراحی سیستم ندارم، یه جوری اینا همه میتونن مرتبط بشن با هم یه جایی، ولی سیستمتون باید کانفیگوربل باشه، سیستمتون باید انعطاف پذیر باشه، فلکسیبل باشه که بشه این تغییرات رو داخلش اعمال کرد، یا بتونه همه این سرویس ها رو در کنار هم ارائه بده، در حال اینکه هر قسمت اگر دچار مشکل شد قسمت دیگه‌ای دستخوش تغییر نشه. حالا میریم راهکارهای حل این مسائل رو میبینیم. شما هم به این فکر کنید سازمان شما کجا درگیر اسکیل شده با تعریفی که شنیدید، یا کجا امکان داره درگیر اسکیل بشه، کجا دایورسیتی اصلا داره دایورسیتی یا نه توی خدماتی که ارائه میده. بعضی از شرکت‌ها مثلا بیزینس لاین‌های مختلف دارن یا هر بیزینس لاینشون محصولات متفاوتی ارائه میده. بحث داینامیک یا داینامیسیتی، پویایی باز توی کسب و کارها وجود داره. به این اشاره میکنه که امکان داره ببینم من اینجا یه ریفاینمنت هم بحث داینامیسیتی به این اشاره داره که نیازهای مسئله‌ای که وجود داره تو بیزینس دائما در حال تغییره، که حالا دلیل چون یه بحثی هم داریم ریفاینمنت، حالا توی اون میت بچه‌ها یکم نظرهای مختلفی داشتن، اینو یکم اون چیزی که حس میکنم درسته رو میگم. داینامیسیتی داره یک پیچیدگی بر اساس تغییراتی که در توی اون نیازمندی بیزینس وجود داره به وجود میاد و این تغییرات معمولا از بیرون به ما تحمیل میشه، به بیزینس تحمیل میشه. مثال میزنم، کاربران هر روز میومدن خرید میکردن و پولش هم آنلاین پرداخت میکردن. حالا یک بیزینس رقیبی اومده گفته آقا من پرداخت در محلم دارم. بعد کاربران میگن خب شما چرا پرداخت در محلم دارید؟ اون یکی داره، من میام اینجا لباسو یه بار تستش میکنم اینجا وای میذارم، اینا بعد اگه اوکی بود مثلا پولش پرداخت میکنم، اگه نبود پولش پرداخت نمیکنم. نمیدونم از این جور چیزا. بعد به شما تحمیل میشه، یعنی آقا کاربرا میرن اون طرف، میرن از اون خرید میکنن. یا میاد میگه که میبینی که اکثر رقبا پرداخت اعتباری گذاشتن، در واقع اعتباری دادن بهش، میگن آقا هر چقدر میخوای خرید کن بعد تو بیا پولش رو سر ماه پرداخت. وقتی که بقیه اینو دارن شما هم مجبور میشی اینو بذاری و به تحمیل. چرا؟ چون داینامیک این نیاز کاربر، گفتیم نرم افزار کاربر محوره، نیازش داره تغییر میکنه، پس به شما تحمیل میشه، شما هم باید این دائما در حال تغییر این نیاز. حالا شما حساب کن بیزینسی که اسکیل هم داره یا بیزینسی که چند ملیت بین المللیه، نیازها دائما در حال تغییرن. هر چی این سازمان بزرگتر باشه این داستانش هم بیشتره.
پس عملاً ما باید یه کاری کنیم که حالا میریم تو طراحی میبینیم چه کار باید بکنیم. یا در واقع مثلا میگم همین الان دیجیکالا یه امکانی گذاشته که شما بتونی وام بگیری از بانک. چرا؟ چون مثلا میگی رقباش آقا این کارو کردن، برای تسهیل کرده این فرآیند. خب همه اینها توی نرم افزار شما تاثیر میذاره، اما این یه بخشیشه که این داینامیک نیاز کاربر، یه بخشیشه. یه بخش دیگه هم اینه که با سالا شاید مستقیم رابطه به دامین دریون دیزاین نداشته باشه، اما شما باید فلوهایی داشته باشی که بتونی خیلی سریع این تغییرات رو مستقر کنی توی سیستم و دیپلویشون کنی. حالا کلا بحث اجایل و فرهنگ اجایل، فرهنگ دیوآپس و خود دامین دریون دیزاین که اونم یه استیته که شما باید تو استیت دامین دریون، همه اینها میتونن به هم کمک کنن تا بتونن پاسخگوی این کامپلکسیتی باشن. دقت کنید ما هنوز توی فضای طرح مسئله پیچیدگی هستیم، هنوز سراغ راه حلش نرفتیم. میخوایم بفهمیم چه پیچیدگی وجود داره. شما هم باز فکر کنید داخل اون سازمانی که هستید کجاها داینامیک در واقع نیاز کاربرها تغییر کرده و در واقع جوری انگار که یک تغییری توی سیستم از بیرون به شما تحمیل میشه، از بیرون سازمان. اما بحث ریفاینمنت چیه؟ ریفاینمنت هم وقتی یکم زوم کنن، خود توی سازمان معمولا زوم میکنن روی بخش‌های مختلف کسب و کارشون و دائما سعی میکنن اون رو بهبود بدن، بهترش کنن، بازبینی میکنن، فرآیندها رو تغییر میدن، اصلاحات انجام میدن و خودشون خودخواسته قسمتایی رو تغییر میدن. یه فرق با داینامیک داره. داینامیک معمولا نیاز کاربر عوض شده، اما توی ریفاینمنت معمولا آقا نیاز قبلا مطرح شده، پیاده سازی هم کردید، اما الان میگن که آقا خب حالا بیا اینجاشو بهتر کن، اونجاشو بهتر. معمولا وقتی سازمان بیکار میشه دیگه نیازی از بیرون نیست، میشینن همون فرآیندهای داخلی رو هی تغییر میدن. و هر حال اینم موضوع مهمیه که جالبه. خب ما هم باید در واقع باز حالا توی فضای پیاده سازی و راه حل باید به گونه‌ای بریم جلو که بتونیم باید راه حلی داشته باشیم برای مقابله با این نوع کامپلکسیتی ریفاینمنت که دائما سعی می‌کنه بهبود بده فرآیند جاری رو. و بحث آخر کانکتیویتی داره. باز یکی از اون ما توی تعریف پیچیدگی گفتیم عوامل و متغیرهای متعددی که با همدیگه هم رو همدیگه تاثیر میذارن، نهایتاً رو کسب و کار تاثیر میذارن، با هم در ارتباطن، تعامل دارن و توی این هم خودش یک نوعی از اون پیچیدگی هست. خب یعنی ما 5 تا پیچیدگی حالا طبق کتاب به صورت جسته گریخته این موارد توی این کتابای مهندسی نرم افزار هم هست و ارتباطات مختلفی که حالا بین این ماژول‌های مختلف سازمان و نرم افزار وجود داره رو داره بیان میکنه که خب حالا اینم راهکارهایی داره دیگه، قبلش صحبت کردیم یه مقدار. حالا بریم جلو ببینیم که اولا یه تمرین انجام بدیم، بگید که دقیقاً توی سازمان شما توی بحث کامپلکسیتی کجاها درگیر این کامپلکسیتی ها شدن یا احتمالاً میشن. اینم مشخص کنید. خب بگذاریم این تمرین رو انجام بدید، اگه دوست داشتید اونا رو شیر کنید، با هم دیگه بررسی کنید. اما بحث کامپلکسیتی منیجمنت، دقت کنید، منیجمنت ما نمیگیم، ما میگیم که در واقع پیچیدگی رو باید مدیریتش کنیم. ما چند اسلاید قبل صحبت کردیم اکسیدنتال کامپلکسیتی رو کاهش میدیم، اما پیچیدگی در واقع ذاتی رو نمیتونیم امیدوار باشیم کاهشش میدیم، باید مدیریتش کنیم. یکم طولانی شده جلسه ولی عیبی نداره دیگه، تو سرازیریم و قراره تا اینجا فهمیدیم پیچیدگی رو، فهمیدیم کسب و کارا چجوری دارن اذیت میشن و چه چالشایی دارن، چه استراتژیایی خودشون در پیش گرفتن. حالا ما می‌بینیم ما چه استراتژیایی باید در پیش بگیریم. این یه جوری اینتروداکشن دامین دریون دیزاین. شما اگه اینا رو ندونید اصلا خیلی جاها امکان داره استراتژیک پترن رو درکشون نکنید و بعد بگید آقا ولمون این که دامین دریون دیزاین نیست داری میگی، ما باید بریم تاکتیکال کد بزنیم. نه، شما باید اینا رو بدونید تا اهمیت استراتژیکا براتون بولد بشه. خب چند تا راه حل وجود داره. اولیش ابسترکشن، دومیش دیکامپوزیشن و نهایتاً هایرارکی. این سه تا حالا این کلمات خب توی فضای ابجکت اورینتد و اینا هم شنیدید، ولی خب ما اینجا داریم راجع به کامپلکسیتی منیجمنت حرف میزنیم. بریم ببینیم اینا چه. اولیش ابسترکشن یا انتزاع که خیلی موضوع مهمیه و تقریبا پایه‌ای ترین بحثه. همه چیز از ابسترکشن شروع میشه. با ابسترکشن که شما میتونی بری سراغ بقیه موارد، دنبال خودش خیلی چیزا داره. اما ابسترکشن به چی اشاره میکنه؟ به در واقع میگه که مسئله‌ای که داری به ریشه مسئله داره اشاره میکنه. اون آن چیزی که غیر ضروریه رو نادیده بگیر. در واقع پنهان کردن موارد غیر ضروری از موضوعات مهمتر. یه همچین تعریفی میتونیم براش متصور بشیم.
خب این خود این ابسترکشن ذاتاً کمک میکنه که ما تصمیم گیری سریعتری داشته باشیم. چرا؟ چون موارد غیر ضروری رو میذاری کنار دیگه. موارد اون اصلی بود، اصل پاترو بود، نمیدونم اسمش چی بود، اون 2080 دارم میگم آقا حالا بگذاریم، اون قسمت مهمش رو داره اشاره میکنه. موضوع بعدی بحث دیکامپوزیشنه. دیکامپوزیشن در واقع باز کمک میکنه تحلیل بهتری داشته باشید و کارو سریعتر پیش ببرید. دیکامپوزیشن یعنی اینکه در واقع یعنی یه لایه ابسترکشن انجام دادی، تو هر بخش قسمت‌های مهم رو پیدا کردی، حالا اون قسمت‌هایی که به هم دیگه ربطی ندارن یا میتونی جداشون کنی جدا کن. و حالا بعداً می‌بینیم که توی این کامپلکسیتی منیجمنت یه راه اینه که تیم‌های مختلف رو بذاری به صورت موازی رو بخشایی که کمتر به هم ربط دارن کار کنن. در واقع روش تقسیم و حل دیگه. خب این من اینجا بنویسم، حالا اینا شکل‌های تقسیم و حل، شکل‌های مختلفی مثلا اینا رو میان بیان میکنن. و بحث بعدی هم بحث هایرارکیه که راجع به سلسله مراتبه و بحثش اینه که شما اگر بتونید به کمک همین ابسترکشن و دیکامپوزیشن، حالا میریم تو اسلایدهای بعدی جزئیات بیشتری ازش میبینیم، بتونید بیاید یک موضوعی رو اول یه سطح ابسترکشن در نظر بگیرید، موضوعات مهم از غیر مهم جدا کنید، بعد به کمک دیکامپوزیشن اینا رو از هم دیگه تفکیک کنید، بعد حالا زوم کنید رو هر کدوم از این لایه‌ها، دوباره برید ابسترکشن رو اجرا کنید، دوباره دیکامپوزیشن رو اجرا کنید. پس چند لایه براتون به وجود، این یه هایرارکی براتون به وجود میاره، درختی به وجود میاره، سلسله مراتبی به وجود میاره که این سلسله مراتب میتونه منجر به این بشه که یا انگار که جریان اطلاعاتیه یا یک سلسله مراتبیه که مسئولیت‌ها رو تو لایه‌های مختلف سپرده. حالا از تو هر لول که نگاه می‌کنی یک واحدی رو می‌بینی که یه چیزی رو پشت سرش انکپسوله شد. حالا مثال میزنیم. بحث اول بحث ابسترکشنه. اول تعریفش رو بخونید. The process of reducing complexity by focusing on essential feature of an object or concept while ignoring the irrelevant details. همون صحبت خودمون دیگه. داریم میگه تمرکز روی در واقع قسمت‌های مهمه و قسمت‌های کمتر مهم و جزئیات بی ربط رو فعلا نادیده بگیرید. من اینجا یه عکسی گذاشتم از نقشه مترو. ببینید دوستان این نقشه مترو که این شکلی کشیده شده، یه خط مستقیم اومده تا پایین، بعد اینجا دوریش انشعاب گرفته، یا آیا واقعا در دنیای واقعی این شکلیه؟ نه، این نقشه مترو با استفاده از ابسترکشن این شکلی شده. اومده گفته آقا من میخوام به تو مسیر در واقع قطارها رو نشون بدم، خطوط ریل رو نشون بدم. دیگه بقیه لایه ها، این که داخل کنار این ایستگاه مثلا چی هست، اسم این محله چیه و خیابونای بالا و سیمکشی برق و خیلی چیزا رو نگفته. آیا این واقعا عمود اومده پایین؟ این احتمالاً در دنیای واقعی مثلا این مترو، این ایستگاه اینجاست، این یکی اینجاست، بعد این یکی یکم کجه، ولی دیگه اینا رو بهتون نگفته. این گفته آقا این یه جزئیات غیر ضروریه که لزومی نداره الان من اینو بهت بگم. آقا شما در جریان باش که این همچین نقشه‌ای هست به صورت کلی، اومده از ابسترکشن استفاده کرده و همه چیزام تقریبا از اینجا شروع میشه تو حل مسئله. و ابسترکشن اسمش روش یه مدل انتزاعیه. خب جزئیات داخلش نیست. یه مثالی من براتون بزنم. فرض کنید که الان توی گوشی موبایلتون اینجا اومدید یک فیلمی رو دارید میبینید. خب یک فیلمیه، حالا کاری ندارم، دارید میبینید. زمانی که دارید این فیلم رو میبینید شما دائما روی صفحه موبایل میاد که آقا من اینقدر بیت دریافت کردم، اینا از طریق لایه‌های مختلف نتورک و اینا رو اصلا اینا برای شما مهم نیست اون لحظه. میگه آقا من میخوام فیلم رو ببینم. به هنجه که مثلا 4 لایه تی سی پی آی پی و اینا چه اتفاقی داره میفته، سی پی یو چقدر داره مصرف میشه، رم چقدر داره مصرف میشه، چقدر باتری داره استفاده میشه، چقدر از پهنایبان داره میگذره. پس یک در واقع میگن آقا اون چیزی که برای مهمه رو شما زوم کنید رو موضوع مهم، اون مسئله رو حل کنید. اگر اون برنامه‌نویسه که در جریان همه این اتفاقات هست، آیا باید همه چیز بیاره نشون بده به شما؟ نه، اون چیزی که برای شما مهمه در اون لحظه چیه؟ اون ویدیوه. نمیدونم مثلا چقدر میتونه در واقع کمک کننده باشه. در واقع اگر شما ابسترکشن داشته باشید بعدش امکان داره به انکپسولیشن هم برسید و به هایرارکی هم برسید که خب حالا از ابسترکشن، ولی ابسترکشن همینقدر که خوبه، ابسترکشن بعد هم میتونه داستان درست کنه. شما اگه یه جایی یک سطح انتزاعی بعدی درست کنید که خب این موارد رو دیگه حالا یکم بخوایم بیاریمش این طرف توی بحث دیتیل دیزاین، پیاده سازی، اینا رو دیگه تو بحث آبجکت اورینتد مفصل میتونید بررسی کنید و بخونید. در واقع ما تو ابسترکشن میایم به این نگاه میکنیم که چجوری میتونیم یک مسئله بزرگ رو
قسمت‌های بی ربط رو ازش جدا کنیم و زوم کنیم روی قسمت‌های مهم. در واقع اون راجب ابسترکشن راجب اینه که ما چه مدلی تصمیم بگیریم. خب نحوه این تصمیم گیری رو داره برامون مشخص میکنه. حالا باز بریم جلوتر صحبت کنیم راجبش. خب شما الان به من بگید این ابسترکشن کدوم یکی از این مشکلات رو حل میکنه؟ ابسترکشن برای کدوم یکی از اینها خوبه؟ دیکامپوزیشن برای کدوم خوبه و هایرارکی برای کدوم خوبه؟ این هم یه تمرینه. حالا جلوتر نمیدونم اکسرسایز گذاشتم یا نه. خب اینو صحبت کردیم و موضوع بعدی بحث دیکامپوزیشنه یا تفکیکه که شما با ابسترکشن اومدید اون موضوعات مهم و از غیر مهم رو شناسایی کردید. حالا اون همون موضوعات مهم هم شما باید بتونید تفکیک کنید. خب و ببینید کدوماشون با هم ربطی ندارن، کدوما رو میتونم جدا کنم. مثلا میگم توی کامپلکسیتی تایپ دایورسیتی یا تنوع خدمات این دیکامپوزیشن کمکتون میکنه. همه رو نریز. بعداً ما به کمک دیکامپوزیشن ساب دامین مشخص ساب دامین‌ها رو شناسایی میکنیم. در واقع باندد کانتکست همون مرز و محدوده کشیده میشه. حالا باز تکنیک‌های داخل دامین لنگویج از اونها استفاده میکنیم و در واقع سعی میکنه کارو برامون آسون کنه این تکنیک دیکامپوزیشن. یکم خسته شدم، این طولانی شد جلسه، ولی بریم تمامش کنیم. حالا تعریفی هم که داره خب مشخصه the process of breaking down a complex problem or system into smaller more manageable parts. مشخصه همون ما این سیستم کوچیکش می‌کنیم دیگه. خب حالا تو هر کدوم از این بخشای کوچیک شده دوباره امکان داره ابسترکشن رو به کار ببریم و دوباره دیکامپوزیشن دوباره به بخشای کوچیک‌تری تقسیم میشه و همین اتفاق ادامه دار میشه. یعنی در واقع شما به کمک ابسترکشن مسائل مهمو شناسایی کردی، جزئیات غیر ضروری پنهان کردی، بعد مسائل مهم رو دیکامپوز کردی از هم. حالا رو هر کدوم از این دیکامپوزها اگه جداگانه زوم کنیم، نازک بشیم، میتونیم تحلیل کنیم و یک همچین ساختاری به وجود بیاد، ساختار هایرارکی. an organizational structure where elements are arranged in level or layer with each level subordinate to the one above it. در واقع ما به کمک ابسترکشن و دیکامپوزیشن وقتی توی لایه‌های مختلف اینو انجام بدیم میرسید به هایرارکی. نمونه واضحش هم همین ساختار سازمانیه دیگه. مثلا مدیر عامل با منابع انسانی کار داره، درسته؟ حالا خود منابع انسانی امکان داره با دو تا زیرواحد داره به اسم توسعه و مثلا اداری. مدیر عامل اگه یک کاری داره در حوزه منابع انسانی با این صحبت میکنه دیگه. این منابع انسانیه که خودش میدونه حالا وظیفه دست کیه. در واقع هایرارکی یک جور نظام مسئولیت پذیریه، نظام مسئولیته که میاد و از همون ابسترکشن و دیکامپوزیشن در لایه‌های مختلف این هایرارکی هم به وجود میاد. حالا انکپسولیشن هم که قاعدتاً داخل اینا وجود داره دیگه. شما وقتی به ایشون گفته تو مسئول اداره توسعه هستی، یه انکپسوله شده دیگه اتفاقاتی که این تو داره میفته. خیلی جالبه، به اینا دقت کنید. حالا این صحبت زیاد داره، نمیخوام خیلی طولانیش کنم. در جلسات بعدی اینا رو بازش می‌کنیم. تمرین کنید. تمرین قبلی چی بود؟ قرار بود که برید انواع پیچیدگی‌هایی که توی سازمانتون هست، اسکیل و ریفاینمنت و دایورسیتی و کجا اومده، کجا قراره بیاد، کمک احتمال داره بیاد، اونا رو شناسایی کردید. حالا بگید به کمک این سه تا چجوری می‌خواید اونو حلش کنید. حل که نمی‌کنید، مدیریت می‌کنید. تایتل هم زدم. اینا پیچیدگی ذاتی ان. ما گفتیم پیچیدگی ذاتی رو نمیتونیم امیدوار باشیم کاهش بدیم. نهایتا میتونیم مدیریتش کنیم، میتونیم اونا رو تو مشت بگیریم و بله. و اینجا در واقع چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. الان انتظار دارم که اگر دیولپر جونیور هستید و کلمه دیدی رو زیاد شنیدید که خوش به حالتون. الان یک اینتروداکشنی شنیدید که کمتر توی دوره‌ها بهش اشاره میشه. ولی اگر دیولپر اکسپریانس هستید یا اصلا دیولپر نیستید، پی امید، پی اوید، هر شخص دیگه هستید، یکم دیدگاهتون راجع به دامین دریون دیزاین تغییر بدید. و مسئله چیه؟ حالا بحثم با برنامه‌نویس است. ما دائما در حین برنامه‌نویسی اصلا ذات کار ما اینه که با مسائل تکنیکال سر کله بزنیم. این که واضحه. ما دائما باید بریم سراغ مایکرو سرویسامون، بریم سراغ HTTP، بریم سراغ REST، بریم سراغ gRPC، بریم سراغ ASP.NET، گولنگ، هر چیزی. این که ذات کار ماست. پس مسائل فنی رو یکم بذارید کنار. دیگه داخل همه کتابا و همه دوره‌ها و همه جا دنبال CQRS و ایونت سورسینگ و EDA و همش سراغ مسائل فنی نرید.
اینجا یکم دیدگاهتون رو تغییر بدید. سعی کنید مثل یک مدیر عامل یک بیزینس فکر کنید. مدیر عامل اون بیزینس دغدغش چیه؟ دغدغش ایدی ای و ایونت سورسینگه؟ نه. دغدغش کسب و کارشه. پس اینجا شما دیدگاهتون رو تغییر بدید. با همه این حرفایی که تو این در واقع یکی دو ساعت عرض کردم، شما الان باید دیگه به مسائل فنی کمتر گیر بدید، خودتون رو بعضی وقتا بذارید جای مدیر عامل، ببینید اون براش چی مهمه و کار کنید. حالا راجع به این که اگه یه سازمانی همراهی نکرده اینا صحبت می‌کنیم، اما خلاصه به این شکل بگذاریم. یه بار دیگه ببینیم دامین دریون دیزاین چیه با توجه به این صحبتایی که انجام شد. دامین دریون دیزاین یک اپروچه، یک رویکردی که شما مسئله رو سعی می‌کنید حمله کنید به مسئله، به کامپلکسیتی، به پیچیدگی، اونو کشفش کنید، دیسکاورش کنید، به بخشای کوچیک‌تر تقسیمش کنید، هر بخشو جداگانه مدیریت کنید. برای انجام یه همچین کاری شما نیاز دارید که مدل فکر کردنتون رو عوض کنید و کنشگریتون رو عوض کنید. برید به سمت پرسشگری، برید به سمت کنجکاوی. به قول آقای دلپاک میگه دامین دریون دیزاین، حالا من از آقای دلپاک شنیدم، میگه یک وضعیت در مورد بودنه. مثال میزنم، یعنی ایشون مثال میزنه، بحث اینه که مثلا شما یا خوش اخلاقی یا خوش اخلاق نیستی. اوکی؟ نمیتونی بگی من امروز خوش اخلاقم، دیروز بد اخلاق بودم، یا برعکس. شما ذاتاً کلا توی وضعیتی هستی دیگه. شما وقتی میخوای بگی، نمیگی آقا من دامین دریون دیزاین میخوام برم جلو. آقا شما یا کلا طرز فکرت، فلسفه فکریت، روش فکر کردن دامین دریون دیزاین هست یا نیست. یا کلا گیر میدی به مسائل تکنیکال، یا اون قسمت بیزینس برات جالبه، جذابه و میخوای بری سمت اون. دنبال حل مسئله، دنبال شناسایی پیچیدگی‌های مدیریتشون می‌کنی یا بقیه مسائل. اما دامین دریون دیزاین چی نیست؟ دامین دریون دیزاین یک متدولوژی نیست. آبجکت اورینتد و آبجکت اورینتد دیزاین و پروگرامینگ و اینا نیست. اونها مهمه، یه جوری هم شاید پیش نیازه دامین دریون دیزاین باشه. اما چرا میگم پیش نیازه؟ حالا توی تکتیکال، توی قسمت انتیتی ها که خیلی لازمشون داریم. اما توی همین قسمت استراتژیک هم دیدید که البته هنوز استراتژیک هم نرسیدیم. همین قسمت در واقع کامپلکسیتی هایی که وجود داشت، دیدید که به کمک تکنیکایی مثل ابسترکشن و دیکامپوزیشن و هایرارکی ما تونستیم تا یه حدی در واقع از اونها ایده بگیریم و این بتونیم این پیچیدگی رو مدیریت کنیم. به هر حال معماری نیست دامین دریون دیزاین. و داکرم که اصلا نیست، حالا همینجوری میارمش چون که تو بعضی دوره‌ها واقعا هست، عجیبه. اما دامین دریون دیزاین چرا باید استفاده کنیم؟ یه بار دیگه میگم منیج کامپلکسیتی. این سری دیگه کامپلکسیتی رو بولدش نکردم دیگه، شما میدونید کامپلکسیتی چیه و کی استفادهش کنیم. زمانی که حالا دامینای پیچیده داریم و این مهمه دوستان. دامین دریون دیزاین هر جای دیگه استفاده نمی‌کنن که. مثلا توی سیستم‌های توکار یه موشک میخوان پرتاب کنن مثلا که هدایتش کنن تو آسمون برای این برام، مثلا یه نفر رو بزنن بتره کنن، که دیگه اونجا که نمیان میگن دامین دریون دیزاین استفاده کنید. مثلا برای ایستگاه فضایی اینا جنس مسئله فرق می‌کنه. دامین دریون دیزاین رو خب ما برای انترپرایز سافت‌ورز استفاده می‌کنیم. انترپرایز یا سازمانی، برای نرم افزارهای سازمانی، برای پلتفرم‌های آنلاین، مثلا چه می‌دونم یه چیزی مثل آپارات رو در نظر بگیرید، یه چیزی مثل جاب بورد رو در نظر بگیرید، مثل خود جاب ویژن، مثل جاب اینجا، مثلا دیوار، مثل سایت این مدلی. این نرم افزارهای سازمانی یا پلتفرم‌هایی که مثلا توی همین فضاهایی که گفتم یه فریم ورک تکنیکال می‌خوای بنویسی که با سراغ دامین دریون دیزاین نمیری و اینم به این شکل. حالا یه مثال بزنیم دیگه، آخر جلسه است تمامش کنیم بره. یه مثال میزنیم دوستان. یه نفر میاد به شما میگه من یه وبسایت میخوام. به نظر شما باید دامین دریون دیزاین بریم جلو؟ ببینیم مدل فکر کردن شما چیه. میگه یه وبسایت میخوای، خب من باید برای این وبسایت کش بذارم. چرا؟ مثلا میگه من تعداد بازدیدکننده‌ام زیاده. میگه خب وب سرورش مثلا باید لایت اسپید بذارم. چرا؟ چون که سبک و سریعه. میگه خوب از CDN ها استفاده کنم، مثلا تو ایران باشه چون کاربرا تو ایرانن، من از CDN آروان استفاده کنم که تو شهرهای مختلف مثلا سرور داره، بتونم فایل‌های استاتیکمو اونجا کش کنم و بقیه موارد. میگه آقا باید بکاپ حتما ازش بگیرم. پس ببین دوستان، وقتی یه نفر به شما میگه وبسایت میخوام، شما داری تکنیکال فکر میکنی، فنی فکر میکنی. چرا؟ چون اصلا مسئله پیچیده ای نیست. اصلا شما با یک کامپلکس دامین طرف نیستی. ببخشید.
اما اگه یه نفر اومد گفتش که یک ERP میخوام، اینجا شما چه کار میکنی؟ اینجا احتمالاً میگی خب بگو ببینم این ERP نرم افزار انترپرایز ریسورس پلنینگ، نرم افزار مدیریت منابع سازمانی، معمولا همه چیز داخلش هست، همه بخشای سازمان رو پوشش میده. میگه خب بگو دقیقاً چی داره؟ میگه آقا بخش مالی داره، بخش مثلا انبارداری داره، بخش فروش داره، بخش مارکتینگ داره. پس ببین اینجا مسئله بر اساس نیازمندی‌های کاربر داره خورد میشه. خب حالا داخل هر کدوم از اینا برید دوباره فاینانشال امکان داره بخش حسابداری داشته باشه، بخش خزانه داشته باشه، بخش وصول مطالبات داشته باشه. حالا هر کدوم از اینا رو بری احتمالاً دوره یک زیر شاخه‌هایی داره. پس مدل دامین دریون دیزاین اینجاست، انگاری که یک مسئله بزرگ رو به زیر مسائل کوچیک‌تر خورد میکنه و این زیر مسئله ها انگاری که حالا یک لایه ابسترکشن به وجود بگو اول تو اون لایه من بگو الان چی مهمه برام، آقا بخش مالی دارم، بخش فروش دارم. بعد خب این دو تا رو از هم جدا می‌کنیم، دیکامپوز می‌کنیم، حالا بیایم داخل بخش مالی. اینجا دوباره چی برات مهمه؟ میگه آقا این واحده، اون واحده، اون واحده. میگه آها خب اینا رو دوباره از هم دیکامپوز می‌کنی، دوباره میری جلوتر توی یه لایه دیگه امکان داره دوباره دامین دریون دیزاین این مدل باید بری جلو. اما توی یکی وبسایت که نباید اینجوری بریم. چرا؟ بخاطر اینکه اینجا توی این فضا شما پیچیدگی زیاده، عوامل متعددی اینجا میتونه تأثیر بذاره تو کار. حالا احتمالاً حرفاشون رو اینجا نمیفهمیم، زبانشون متفاوته با ما، راجع به کلماتی حرف میزنن که ما نمیفهمیم چیه، حالت عادی نمیفهمیم، باید بریم کند و کاف کنیم، کنجکاوی کنیم، پرسشگری کنیم تا بفهمیم چی میخوان. و هر حال زیاد حرف زدیم راجع به این. نهایتاً دوستان یه بحثی وجود داره که اینم برای من جالب بود، من جدید شنیده بودم. بحث اینه که در واقع دامین دریون دیزاین یک هنره یا یک علمه به نظر شما؟ این خیلی موضوع مهمیه. شما بهش فکر کنید. الان با همه حرفایی که زدیم به نظرتون مسیری که می‌خوایم بریم بیشتر شبیه یک هنره که ما بتونیم یک سازمان رو فکر کنید؟ اما من جوابشو بگم، جواب که نداره، هر دوش درسته. آقای اریک ایونز و آقای گرگانگ آره اینا در واقع نظرشون اینه که دامین دریون دیزاین بیشتر یک هنره. از طرفی آقای ورنان حالا و آقای ورنان و برندون لی حالا به عنوان نمونه، البته کسای دیگه هم هست در این لیست که اینا همشون خب آدمای کار درستی ان، اینا نظرشون اینه که بیشتر یک علم دامین دریون دیزاین. چرا اینا میگن کلا دوستان، چرا اینا میگن علم اونا میگن آرت؟ به خاطر اینکه کلا دامین دریون دیزاین دوستان یک مسئله چند وجهیه. چرا بی نوشتم؟ یک مسئله چند وجهیه که از جنبه‌های مختلفی میشه دیدش. قسمت‌های توی پیاده سازی هر خیلی گسترده است، توی پیاده سازی نظر میده، توی شناسایی نظر میده و از جنبه‌هایی میشه گفت هنره، به خاطر اینکه باید خلاقیت داشته باشید. همون ارتباطاتی که گفتم خودش یه هنره، شما باید بتونی از آدم‌ها دیتا بگیری، اون نالج گارانتینگ خودش شاید یک هنر باشه. در مقابل چرا آقای ورنان و آقای آلبرتو براندونلی میان میگن علمه یا خیلی دیگه، یا شاید خود شما بگی علمه؟ به خاطر اینکه احتمالاً یک سری الگوها داخلش پیدا شده، شناسایی شده، کشف شده. و هر حال مهم نیست. اما وقتی نوشته‌های این آدما رو میخونی، طرز فکرشون بیشتر به یه سمتی که آقا اینا دارن راجع به یک هنر حرف میزنن یا راجع به یک علم حرف میزنن. یه جاهایی به نظر جالب میاد. من راجع به این در واقع طرز فکر اینها خب حالا در طول جلسات به هر بخشی که رسیدیم راجع به دامین دیسکاوری و حالا قسمت‌های دیگه توضیح میدم و شما اونجا میتونید بفهمید که آقا اون کسی که این حرفو زده با چه طرز فکری اومده. اینا مثلا هنوز فکر می‌کنم هنر خلاقیت میخواد یا کوتای اونا رو می‌بینیم ما. به هر حال بگذریم. اما دیگه اسلایدهای آخره، نمیدونم اگه خیلی طولانی شد اینو چند تا ویدیو میکنم که سخت نشه دیدنش، ولی فرقی نمیکنه، باید همه‌شو ببینید. یه تیکه میذارم. استراتژیک و تاکتیکال دیزاین. دوستان دامین دریون دیزاین کلا از دو بخش تشکیل شده. یه بخشش استراتژیک دیزاینه که داره راجع به برنامه‌ریزی حرف میزنه. در نتیجه برنامه‌ریزی‌ها داره میاد توی یه سازمان میگه آقا بیا با مدل دامین دریون دیزاین فکر کنیم، ببینیم که باید چه کار کنیم. در نتیجه لارج اسکیل کل سازمان رو با هم پوشش میده و بیشتر دنبال اونجا مسئله چراییه. چرا باید این کارو کنیم، چرا باید اون کارو کنیم، چرا باید اون کارو کنیم؟ چرا؟ چون این میخواد کشفش کنه.
بیشتر تو فضای کشف کردن مسئله است، بیشتر دنبال دلیله. خب و همچنین بحث لانگ تایم فریمه. شما وقتی میای از استراتژیک دیزاینر استفاده می‌کنی، دامین‌ها رو اگر به درستی شناسایی کردی، حالا یا غلط یا درست نمیدونم، از اون طرف رفتی براش باندری مشخص کردی، باندد کانتکست رو مشخص کردی، یک در واقع اون چیزی که از دامین اکسپرت ها میفهمی، اون زبانی که وارد سیستم میشه، نوع ارتباط این تیم ها با هم دیگه، نوع ارتباط باندد کانتکست ها با هم دیگه، اینا دیگه شوخی نداره، به این راحتی تغییر نمیکنه. پس difficult to change، تغییرات خیلی سخته. حالا مسائل دیگه ای مثل تیم بیلدینگ و در واقع ارتباطات و وابستگی و اینا هم هست. اما در مقابل تاکتیکال دیزاین چیه؟ راجع به دوینگ، راجع به پلنینگ نیست. توی تاکتیکال ها همون جایی که خیلی فنی میشه و دیگه میریم سراغ انجام دادن. بحث این آقا تاکتیکال زمانی باید شروع کنی که استراتژیکو فهمیده باشی. منظورم توی سازمان ها شما اگه بخوای بری دوینگ بری انجام بدی، پس در واقع چی بوده اصلا، مسئله چی بوده که میخوای بری انجام بدی؟ اول بیا مسئله رو توضیح بده. اصطلاحاً میگن DDD is about being not doing. حالا یه همچین جمله‌ای. پس در واقع یک وضعیت بودنه، نه انجام دادن. اما تاکتیکال دیزاین خب ما میریم، حالا شاید جاش اینجا نبود اینو بگم. به هر حال اسمالر اسکیل، ما گفتیم اینجا، ما اصطلاحاً اینجا لارج اسکیل میشه اسکای لول. خب یعنی میریم از تو آسمون داریم نگاه میکنیم، خیلی از بالا داریم نگاه میکنیم کل موضوع. اما توی تاکتیکالا ما دیگه کل آسمون رو نگاه نمیکنیم که، اینجا از بالا نگاه کردیم گفتیم آقا این 5 تا ساب دامینه داره، ساب دامین داره. حالا این تاکتیکال ها داخل هر کدوم، یعنی ذره بین میگیریم دستمون میریم توی هر کدوم از این ساب دامین‌ها، حالا با فرض اینکه یه باندد کانتکست اون توه، توضیح میدیم جلوتر، نازک میشیم ببینیم اون تو چه خبره. در مورد چگونگیه دیگه، در مورد وای نیست، های. در مقابل حالا شورت تایم فریم، مسلماً توی قسمت تاکتیکال کارها کوچیک‌ترن و راحت‌تر میشه تغییرشون داد و نهایتاً هم که باندد کانتکست لول، حالا اینو همین بالا توضیح دادم، در واقع دیگه اسکیل لول نیست، میایم پایین در سطح یک باندد کانتکست، حالا میریم شروع می‌کنیم سراغ تاکتیکالا. اما گفتیم که دامین دریون دیزاین یه چیزی هست یه چیزی نیست. دامین دریون دیزاین چیه؟ تا اینجا حرف زدیم. دامین دریون دیزاین دامین سنتریک، تمرکز روی دامنه است. پرابلم دامین دیسکاوری میکنه، کشف این دامین دیزاین دامین مدل یوبیکویتیس لنگویج روش تمرکز داره، زبان مشترکی که با این دوستان داشته باشیم و باندریا رو مشخص میکنه و بقیه موارد دیگه توضیح نمیدم، اینو صحبت کردیم. اما میخوایم ببینیم که خب اجایل چیه؟ دوستان اجایل راجع به مدیریت پروژه است، راجع به تیم کلابوریشن، راجع به ایتریشن و راجع به دلیوریه. اینا پس ببین یکم فرق میکنه. مسلماً اون تیم کلابوریشنی که اونجا داره داخل دامین دریون دیزاین یک سری تیم کلابوریشن داریم، اما موضوع مسئله داخل این دوتا در واقع مسئله فرق میکنه. مثلا توی متدولوژی اجایل ما دنبال چیز دیگه ای بودیم، دنبال این بودیم که چجوری تحویلای زود هنگام داشته باشیم. چرا؟ بخاطر اینکه عدم قطعیتی هست، یه ابهامی وجود داره، بریم جلو فیدبک بگیریم برگردیم. توی دامین دریون دیزاین ما دنبال این هستیم خب حالا همین مسئله رو بیایم موشکافی کنیم، ببینیم آقا داستان چیه، دلیلش چیه، بریم ادبیاتمون رو با ادبیات دامین اکسپرت یکی کنیم که کشف بهتری داشته باشیم، دیسکاوری بهتری داشته باشیم. بیایم مسائل رو ابسترکشن رو در نظر بگیریم، دیکامپوز کنیم، از هم دیگه جدا کنیم، هر قسمت رو دوباره ابسترکشن در واقع سطحی از ابسترکشن داخلش اعمال کنیم و یه هایرارکی به وجود بیاد، بتونیم تیم ها رو جدا کنیم از هم دیگه که کار رو بهتر ببره جلو. و در واقع روش‌های کشف و شناسایی دامنه است. اما توی اجایل ما دنبال چیز دیگه هستیم. تو اجایل دنبال در واقع انعطاف پذیری و حالا بگذاریم، اگر سوال داشتید بپرسید. اجایل من فرضم اینه که الان اجایل میدونید چیه، اومدم این تفکیک رو گفتم. اگر اجایل نمیدونید چیه که اصلا بحث دیگه ایه، بگید، در خدمتتون هستم. به هر حال حالا اجایل به تغییرات هم خب پاسخگویی سریع داره، تو دامین دریون دیزاین هم همچین مبحثی داریم، ولی خب میگم اون اینتنتشون متفاوته. سیستم دیزاین چیه؟ این روزا خیلی باب شده، تو مصاحبه هم خیلی میپرسن. دوباره دامین دریون دیزاین که همونه، فرق نکرد. اما سیستم دیزاین برخلاف دامین دریون دیزاین که دامین سنتریکه، این سیستم سنتریکه. سیستم مجموعه‌ای از کامپوننت ها که با هم دیگه در ارتباطن. یه مقدار مسئله فنی تر میشه. دیگه خیلی کاری به پرابلم دامین نداریم. های لول دیزاین HLD و توی سیستم دیزاین راجع به ساختار و اتصالات و اجزا و این جور چیزای یک سیستم صحبت می‌کنیم. مثل در واقع حالا تکنولوژی‌های مختلف مثل دیتابیس ها، مثل فریم ورک ها، مثل
در واقع سرورها، وب سرورها یا هر چیزی که هست. راجع به معماری حرف می‌زنیم، راجع به مقیاس پذیر بودن صحبت میشه، راجع به امنیت صحبت میشه. پس این باز فضاش یک فضای متفاوتی از دامین دریون دیزاین. داخل دامین دریون دیزاین دنبال این چیزا نگرد و الکی گره نزن همه چیز با هم دیگه. اینا رو تفکیک قائل شو بینش. TDD و BDD هم بخوایم بگیم، باز تست دریون دیولپمنت در فضای ایمپلیمنتیشنه. ما داخل دامین دریون دیزاین تاکتیکال پترنامون تو فضای ایمپلیمنتیشن هستن، ولی استراتژیک پترنا که اون بیرون اصلا اون تو فضای مسئله است، اصلا کاری به سولوشن اسپیس نداره. حالا راجع به پرابلم اسپیس و سولوشن اسپیس مفصل صحبت می‌کنیم. TDD تو قسمت لو لول دیتیل یا دیتیل دیزاین، های لول دیزاین نیست، ببخشید دیتیل میگم، دیزاین. و یک در واقع روی کردیه که آقا بیا و در واقع حالا یونیت تستایی که اینجا آوردم خب یه بحثیه که جداگانه مطرح میشه، ولی TDD هم خب یونیت تست داره دیگه. داره میگه آقا بیا اول با یک روی کردی که خورد هی تست بنویس، در واقع این از الگوی ردگرین ریفکتور استفاده میکنه، آقا تست پاس نمیشه پاسش کن، بعد برو بهترش کن خودتو. در واقع این کمک میکنه که باگای کمتری داشته باشی، به داکیومنتیشنت کمک میکنه، دیزاین تو بهتر میکنه با این الگو و میگه آقا اول تست بنویس بعد پیاده سازی کن و خورد حالا این در واقع اپلیکیشن پیاده سازی تو کامل کن. خوبه بده اصلا بحث ما نیست، خب داستان داره برای خودش. یه چیز دیگه که وجود داره که خب باز این هم خیلی در واقع داستان داره، BDD Behavior Driven Development که حالا ابزارهایی وجود داره براش، در واقع مثل گرکین که یک زبان توصیفیه که میاد اون نیاز کار اون یوزر استوری یه جوری مینویسه که بعد بشن تستش کنن. end to end تست داره، دنبال اینتگریشن تستا مثلا میان این تو، اکسپتنس تستا میان این تو، و بیشتر بحثش همکاری بین مهندسای نرم افزار، اون تیم توسعه، دامین اکسپرت، بیزنس اکسپرت، بین اینها داره حرف میزنه و در واقع داستان داره. باز اونم مثلا یه فضای دیگه است، خیلی الان رابطه به دامین دریون دیزاین نداره. اینا رو الکی به هم دیگه گره نزنیم. تفاوت‌هایی دارن که صحبت کردم تا حدودی، شباهت‌هایی دارن، مثلا DDD و مثلا چه میدونم BDD، اینا هر دوشون مثلا دنبال چی ان؟ دنبال اینن که ما به عنوان مهندس نرم افزار خیلی ارتباطات نزدیکی با اون کارشناسای دامنه داشته باشیم، یا در واقع اون حالا دیاگرامای کانواسایی که درست می‌کنیم، داکیومنتایی که درست می‌کنیم خیلی قابل فهم باشه. anyway بگذاریم. یه جاهایی هم با هم دیگه ارتباط دارن، یه جایی مکمل هم میشن، یه جایی کمک می‌کنن، یه جایی همپوشانی دارن، ولی ما داریم راجع به دامین دریون دیزاین حرف می‌زنیم. اینا رو تفکیک قائلشیم بینش. بحث آبجکت اورینتد هم همینطور دوستان. ما دامین سنتریکیم، اونجا در واقع بیشتر روی آبجکت اورینتد، بیشتر مبتنی بر آبجکت‌ها داره حرف می‌زنه. توی دیتیل دیزاینه. ما داخل بحث تاکتیکال پترنا راجع به آبجکت اورینتد در اینجا خیلی نمی‌خوام بحثشو باز کنم. اونجا حرف می‌زنیم. خب دوستان تموم شد بحث ما. جلسه بعدی دیگه میریم سراغ دامین اکسپلور و دیسکاوری که خب حالا جلسه بعدی در خدمتتون هستم، ولی فعلا این جلسه تموم شد. ما در خدمتتون هستیم. اگر سوالی داشتید بفرمایید، اگرم در واقع نکته‌ای بود که در خدمتتون هستم. خسته نباشید. خداحافظ.